چیکار کن؟ به نکاح درآر. برای همین شما می توانید که رفته او را، یعنی در جای خلوت و در شب دعوت نی، می توانید مثال به خانه‌اش روید، در حضور همون پدر و مادرش چهرهش ببینید، خب با او مصلحت کنین. این در اسلام برای شما رخصت میدهد. لیکن با او عشق ورزی کنی و با او دست درازی کنی و با او مثال در شهر سیل و سیاحت کنید، این در اسلام برای شما رخصت نمیدهد. زیرا اون دختر تو میگیری نمیگیری و شرمنده میکنی. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، به ما فهمانید که زن از آن قامت گفته نماز میخواند، پیشکی می نداریم. نه، زن نه نماز نه از آن دارد نه قامت دارد. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، ما میخواهیم که با همین سوال ما جواب گردانید. در خانه ما خاره بود که من او را کندم، مرا جنگ کردند. چی گفتنی دارید در این باب؟ بسیار خوب کردید. اگر تمام دنیا ملامتتان کند، همون خارها را کنین پرتوید. اگر پدر و مادر از شما ناراضی هم که شود، همون خارها و نلهایی که نزد دروازه هاتان گذاشتید، این هم یکی از خرافات است، این هم یکی از شرکیات است. اونا را کنده پرتوید. پرتافتیش هم نه پرتاش، توانی آتشش بزن، باز ثواب میگیری، بسیار خوب میشود. زیرا اینا از شرکیاتن، اینا از خرافاتن. اینا در باور نکنید هیچگاه. اینا از اسلام نیستن. السلام علیکم دام الله حاج. اینجا سوال داده است که کمتر متنش نادرست نویسانده است. مقصد معنیش این است که اگر در خانه های ما و شما اگر کفتر میگوییم پرنده، اگر خانه سازد پس میگویند این خاصیتی بد دارد. آیا همین صحیح است یا نه؟ نه، بلکه صحیح نیست، پرنده است. هر پرنده ای که اگر در خاندان ما و شما لانه می سازد، بچه می کند، تخم می گذارد، این یگان خاصیتی بد ندارد. هر چی که هست برادرای عزیز، خاصیتی بد و خاصیتی نیک، اینا از جانب خدا هستند، به هیچ پرنده وابستگی ندارند. حتی مردم ما از خوردن گوشت کفترم خواهان نیستند و بسیار این بد می شمارن، حالان که وی هم حلال کرده خدا هست. شما می توانید که گوشت کفتر را با طریق اولا خوردن گیرین، یگان ضرر زیانی نداره. وی پرنده است. چگونه ای که کوگ حلال است، چگونه ای که گنجشک حلال است، خب چگونه ای که قمری حلال است، در برابر کفتر هم از جمله همین پرنده ها هست. برای همین هیچ باکی ندارد. شما می توانید هم تناول کنید، هم در خاندان شما اگر لانه هم که گذارند، یگان خاصیتی بد ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال از ناحیه دنقره. بابای حاجی میرزا، به قامت نماز فرضی را سهوا خواندن ممکن است؟ بله ممکن است. اگر آدمی در شهر زندگی دارد، به اذان و به قامت نماز هم که خواند، نمازش درست می شود. این شما می توانید که در شرح الوقایه در کتاب صلات دریافت کنید. سیگارت حلال است، چون که ما برادر را می گوییم حرام می گوییم و می گوید دلیل ندارید. دلیل چرا ندارید؟ سیگارت حرام است، ناس حرام است. دلیل صدها دلیل وجود دارد. بایدش داداری تو دلیل نیفته است، من صدها دلیل برای تو میابم. الله در قرآن نگفته است که وینا حرام است. در قرآن نگفته است کنیک حرام است. در قرآن نگفته است گیرین حرام است، ککین حرام است، نگفته است. این گونه نامه ها در قرآن وجود ندارد. بلکه الله در قرآن میگوید انما الخمر، ببین خمر حرام، 4 حرف خمر، در زیر کلمه خمر چی داخل می شود؟ ما خامر العقل، هر چیزی که با عقل مبارزه میبرد همش خمر است.
چی گیرین باشد، چی ککین باشد، چی نوشاکیش باشد، چی دودیش باشد، هر چی که باشد عقل زائل میکند، عقل دور میکند، آدم از عقل بیگانه میکند، در کلمه خمر داخل میشود. پس در قرآن لازم نبود که سیگارت ناس ذکر شود، بس که آن چیزی که به نفس تو ضرر دارد و آن چیزی که به رفتن پولی تو ضرر دارد و حرام است. حبیب خدا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقود میگوید از روی گناه برای شما ای بندگان خدا آنقدر بس است که اگر یک سامانی تو در خریدن سیگارت یا ناس صرف شود، یک سامانی، این حق فرزندای توست. خدا در قرآن میگوید که شما بر نفسهای خود ضرر نیارید، با دست خود نفسهای خود قتل نکنید. ما با دست خود ما قتل نمیکنیم. آیا در همون قطیه که همون سیگارت چی نویسانده شده است؟ خطرناک است برای حیات شما. همون بس نیست برای ما، همین بس است. برای حیات خطرناک است. دلیلش برای تو برای آدم همون کلمه روسیه که در قطعه خود سیگارت نویسانده شده است، همون دلیل است خودش. برای همین برادر عزیز گرامی این حرام است. اگر کسی که میکشد در حرام کرده خدا چنگ زده است. اگر طهارت داشته باشد طهارتش میشکند، بازم این پیشگاه خدا در مسئول و گناهگار است. دلیل حبیب خدا سیر حرام است؟ نه حرام نیست. چیسناک میگیم ما شما حلال است. پیاز حرام است؟ نه حرام نیست، حلال است. لیکن حبیب خدا میگه کسی چیسناک میخورد، کسی پیاز میخورد، فلا یصلین معنا، ببین همراه ما نماز نخواند، در مسجد ما داخل نشود، به خاطر که وای بوی میکند، بدبوی است. شخص سیگارت کشد، ناس کشد، آیا بدن بوی نمیکند؟ دلیل 100 دلیل است به خدا قسم. آدمی که خوف زنا کرده باشد آیا میتواند با دست خودش را آرام کند؟ خب این مسئله هست که بسیاری جوانان سوال میدهند. اگر خوف زنا باشد، خوف زنا باشد، خدا رحمت کند بعضی صاحبان کتاب اجازت میدهند که از اویی که انسان به زنا آلوده می شود، به زنا آموخته می شود، با دست خودش را تسکین دهد. اگر این میگوید شرطاش این است که اگر در بین زنها کار میکردگی باشد یا همیشه با زنها هست، هیچ داشتن برای او هیچ قدرتی نیست. لیکن شرط دیگرش این است که حبیب خدا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. این روایت بخاری است. ای جوانها اگر قوت دارین زن گیرین، زیرا اینکه زن گرفتن چشمهای شما را از نگاه کردن به زنهای بیگانه من میسازد و شما را از زنا کردن نگه میدارد. و اگر شما قوت زنگیری ندارین، شما روزه گیرین تا که شهوتهای شما شکسته شود. این از فتوایی که من برای شما میخواهم. در کتاب وجود دارد که انسانی که اگر جوانی که با این عمل آموخته می شود دیر نگذشته تا سینی 40 بلند تا 45 اگر با این کار سخت آموختگی باشد، تمام دیگر وی از جمله مردها بیرون می شود. و این بیماری هست که حتی دیگر بزن وی قناعت کردن نمیتواند. این کار ناخوب است. خدا رحمت کنه شمس الدین ذهبی 7 طایفه را لعنت کردن. حدیثی از پیغمبر خدا در باب لیواتا کتاب کبایرش ده میارد. یک کسش همون شخصی هست که با دست خودش چیکار میکند؟ حرام میگرداند. حکم نردبازی در دین اسلام چیست؟ حرام است یا حلال؟ حرام است. در آخر در حق من دعا کنید خدا شما را عمر دراز و تن صحت دهد. نردبازی حرام است دادر عزیز. السلام علیکم که حاجی مرزا، ما از شما یک خواهش داریم. من و رفیقم جمعه گذشته یک ویلوسیپدمان را در همین مسجد گم کردیم
از شما خواهش داریم که اعلام کنید که کسی گرفته باشد برگرداند. التماس خواهش ما را همین جمعه گویید. خیلی شنیدن کسی که اگر با این عملی خیلی نادرست و بدبختانه چنگ زده باشد، البته این حق یک برادر مسلمان، برای انسان استفاده بردن او در عبادتش خلل دارد، در زندگیش زلال دارد، پس گردان انشاءالله توبه کن، خدا میبخشد. و الا اگر او 50 سوم ایستد یا 100 سوم ایستد، لیکن عذاب آیندهش فکر کن. چند جمعه چندین پای افضال ها هم از بین گم شد. بعضی شخصا اینا را جرته هم میکنن، قصدن هم میکنن برای بدنام کردن مسجد هم. این طریقه شخصان هم وجود دارد. یکی من برای شما گفته بودم که پای افضالایی که ارزش دارن، قیمت دارن، پیشتان بیارین، در داخل همون یک سلفان اندازین، پیشتان ده گذارین، اینش بهتر است. سلام علیکم داملای شیرین سخن، من مخلص اشدی شما می باشم. از شما التماس میکنم و یک درخواست دارم که درباره حضرت یوسف یک جمعه موعظه کنید. خیلی انشاءالله کنین که نوبتش آید. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، از شما احترامانه خواهش میکنم که با این سوال ما با پررگی جواب گردانید. در فصل تابستان هوا خیلی گرم است. بعضی از برادران ما پای افضال‌های به مثل توفلی را پوشیده به مسجد می آیند و در پایهایشان جورابک دارند. البته در آنها میکروب ها پیدا می شود. این میکروب ها به قالین های مسجد می گذرد و باز سر در سجده گذاشته آنها را نفس می گیریم و باعث سر زدن بیماری ها می شود. آیا اجازت هست که ما با خود جای نمازهای مخصوص بیاریم و در روی قالین ها گذاشتن نمازمان را خوانیم؟ بله جایز است دادر عزیز. اگر طبیعت کدام تو طبیعت طاهر باشد، پاکی باشد، بسیار گوییم که طبیعت نازک داریم، خب خوش به حالت. منم جانبدار همین چنان طبیعت هستم که همیشه پاکی و تازگی را طلب کند و همراهی خودت میتونی بیاری جای نماز، بالای جای نماز در نماز خون با گرفته مثلا جای نماز تا بر. لیکن دادرایی که شما جوراب میپوشین، جوراب پوشیدن نمیتوانی نپوش. با همون جوراب های بویگین و با پای افضال های بویگین مسجد ندارد دادر عزیز. این آزار برادر پهلود میشود، آزار ملائکه میشود. خب داخل مسجد بوی میگیرد، چندین انسان دیگر از این بوی بد نفس میکشند، تو گناهگار میشوی. روز جمعه هست، غسل کنین، خوشبویی ها زنین، پایهاتون تازه شوین. آری به بعضی برادر زیارت میکنی، باور کن اگر پایش جدا بوی میکند، زیر کشش جدا بوی میکند. آخی شکر اینقدر آب ببینین، اینقدر صابون ببینین، آخی چی کم بودی است. بدنهاتون تازه کنین، خوشبویی کنین، همراه خود باز یک خوشبویی دائم گردانین. اینقدر خوشبویی در بیرون ها در سودا هستند. گرداندن خوشبویی همراه خود این ثواب است. همراه خود دائم خوشبویی داشته باشین. السلام علیکم داملای محترم، از شما احترامانه خواهش میکردم که با یک چند سوال من پاسخ دهید. برای چی در وقت نام پیغمبر شنیدن از جای میخیزند، در وقت نام الله را شنیدن نمیخیزند؟ که ساده کرده فهمانید. راستی بود من خودم نمیخیزم و خیستنش در کتاب مجموعه الفتاوا که خلاصه الفتوا را حواشیش است، خیستن تعظیم در نام رسول اکرم مکروه میگوید. برای همین صلوات روان کردن واجب است. وقتی نام محمد شنیدین شما صلی الله علیه و سلم گویین. دادار عزیز اگر از جات خیزی و صلوات نفرستی تو گناهگار هستی، خیستن تو به تو فایده نمیبخشد. صلوات واجب است. شخصی که زنا کرده گناه کرده به مانند زنا، عرق نوشی، باز آمده در نزد رفیقانش از این کارش شرم ندانسته تعریف کند، حکم او چیست؟ ولی بسیار رسالی بنده هایی که عرق نوشی کردند، زناکاری کردند، بدفعلی کردند، باز امروز نشسته همان گناه را لذت چه در بین مردم مسلمان حکایه میکنند. حبیب خدا میگوید آن زمانی که شما گناه کردین خدا گناه را نویساند،
دویم باره وقتی که تکرارش میکنی باز دویم باره می نویسش. و از گناه باید که ما توبه کنیم، نه لذت بریم. عیب است برادرای عزیز. ولی بسیاری برادرای ما و شما از دوره های شوروی که خیلی با گفتی خودشان بسیار لذت و بسیار یک فراهمی به دست آوردن، اونها را باز امروز در بین بعضی همون کلانسال ها در بین کلانسال های خودشان حکایه میکنن. این عیب است به خدا قسم. برای آن گناه ها ماها باید خجالت داشت، شرمندگی داشته باشیم. باید که آب چشم داشته باشیم که خدایا این روزای خیلی بد بالای سر ما نگه داشته. سیوم، برادران نمازخوان هستند که ناخن خود را دراز میکنند. در این باره قرآن و حدیث درست نیست. خب خداوند همیشه این برادرم دعا طلب کردن در حفظ امانش نگه دارد. ناخن‌های دراز میکنند، جوانالی هست یک تا نیم تا ناخن دراز میمانند. این هم عادتی با یگان یهودی است یا نصرانی است یا یگان بدبخت دیگر است. این عادت مسلمان نیست. مسلمان دائم ناخنش باید گرفتگی باشد. ناخن‌ها باید هیچ وقت دراز نباشند. دادرای عزیز، السلام علیکم بابای حاجی. من از ناحیه دنقره به زیارت شما آمدم و شما چند سوال دارم. آیا گندم نو را بریان کردن گناه است یا گندم کهنه را؟ این گپا باید دیگر اینا سفسطه همش افسانه. گندم نو کهنه بریان کرده همش برای بنده مؤمن، همه برای فرزند آدم است. بریان کرده خوردن بگی دعا که خدا صاحب گندمت کنه، دیگه گندم کهنه نو فرق نداره. خب ما در کارخانه دولتی کار میکردیم. از سببی که به ما معاشمان را نمیدادن ما دست به دزدی میزدیم. آیا ما در این گناهگار هستیم؟ زیرا که تا حال حق ما در کارخانه از 1000 تا 5000 باقی است و گرفتن نمیتوانیم. و رئیس کارخانه امسال حاجی شده آمد. این سال اگه حاجی شده باشد پول شما را اولا برمیگرداند. دویم اینکه اگر معاشم که ندهند دزدی در کجایی که نباشد دزدی هست. حتی که اگر از شما آدمای بیدین و بیدیانت هم که دزدی کنین دزدی است. برای همین برادرای عزیز در کدام کارخانه کار میکنین دزدی نکنین هیچ وقت، اگرچه معاشم که برای شما ندهند. دزدی گناه هست برادرای عزیز. خب ایشان ها از ملاها چی برتری دارند و در دعاخانه با کدام از اینها پشت گذشته اشان یاری میدهد؟ خلاصه شفا از کجاست؟ این برادر ما هم خیلی برادر ساده. اگه مسلمان همه وقت ساده می شود، مسلمان زیرک نیست. راستی بار نه ملا را پشتش فایده می کند نه ایشانه، نه با پشت ما نازیم و نه با پشت هامان افتخار داشته باشیم. افتخار به پشت کردن میلش من شما را باز نمی دارم. اگر پدر شما یگان آدمی خوب گذشتگی بود، بسیار خدمت کرده است، میلش یادش کن گوی بسیار آدمی خوب بود، خدمت کرد، لیکن با وی تکیه نکن. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پدرت لایق تعریف و ستایش است، میلش مثل پدرت شو، لیکن با او تکیه نکن که وی در قیامت از تو پشتیبانی کند و او تو را شفا بخشد و او برای تو کمک کند. این در برادر عزیز تکیه نکن. افسوس امروز بسیاری برادرای ما و شما ذاتی که لایق تکیه هست، ذاتی که لایق حمد است، اون ذات فراموش کردیم و تکیه بر انسان میکنیم، کمک از آدم میطلبیم. بسیار بسیار نادرسته. دادرای عزیز، من چندین موعظه ها را تاکید کردم. یگانه تکیه بر خدا کنید، از خدا کمک طلب کنید. دادرای عزیز، من برای شما ببین
حضرت موسی را مثال آورم. حضرت موسی زمانی که پیغمبر بود فرعون پادشاه بود. فرعون دعوای خدایی داشت. الله به این بنده ناسپاس خیلی مهلت دراز داد تا زمانی که انا ربکم الاعلی گفت، من خدای بزرگ هستم گفت. تا همین زمان الله این ناکسه مهلت داد، شاید که روز از روزها به سوی الله بازگردد، لیکن نگشت. وقتی این سخن گفت الله در خشم شد، در غضب شد. حضرت موسی را فریاد زد، گفت اذهبا الی فرعون انه طغى. سوره طه آیت های 41 42 43 همچنان است. اذهبا الی فرعون انه طغى فقول له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خداوند به موسی امر کرد، ای موسی برادرت هارون بگیر به قصر فرعون برو، فقول له قولا لینا. این عبرت برای واعظا است. وقتی که با فرعون روبرو میشوی ویا دشنام نده، ویا ناکس و بدبخت نگو، بلکه با او با سخن نرم صحبت کن، با سخن نرم درشت معامله نکن. ولی بسیار پیشواهای ما در موعظه هامان بعد سخنهای درشت استفاده میبریم، سخنهای قبیح استفاده میبریم که این اسلام رخصت نمیدهد. با موسی که دعوای خدایی کرد، ملایم رفتار کن، با سخنهای نرم و یا به سوی الله دعوت کن که تو بنده خدا هستی، تو خدا نیستی. حضرت موسی چی گفت؟ ببین، قالا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی چی میگوید؟ پروردگارا پیش فرعون رو گو بله پیش فرعون برو. گو پروردگارا من میترسم اینکه مبادای فرعون بالای من قهر و غضب نکند، میترسم. الله چی گفت؟ اکو یاری رسانه ببینین، کمک رسانه ببینین. اگر حضرت موسی با پدر و با برادر و با همون خیش و قومیتش تکیه میکرد، به خدا قسم فرعون تیکه تیکش میکرد. لیکن الله چی گفت؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى. موسی گفت رو گفت و پیش این جاهل آزاد گفت، پاسباناش نپرس، راست به داخل قصرش درا گفت، ناترسیده گفت اننی اسمع و ارى، من که پروردگار تو هستم، رفتن تو را به قصر میبینم و صحبت تو را گوش میکنم، من همراه تو هستم، نترس. ببین موسی وقتی این مژده را، این بشارت که از خدا گرفت، دیگر برای موسی اون پاسبان ها و اون راهزن هایی که اطراف فرعون گرفته بودند هیچ تکانی نداد. ببین وقتی که موسی نزد فرعون در آمد، بشارت پروردگار الله در نظارت این مجلس قرار دادگی است، الله نگاه دارد. فرعون چی میگوید؟ فرعون رد کرد، فرعون قبول نکرد. موسی گفت من قوه، هر چیزی که دارم الله دارم. و گفت میلش هر چیزی که داری به میدان برار. ببینید دویم حکمت، ببینید دویم بزرگی الله را شما تماشا کنید برادرای عزیز. 70 تن از جادوگرها را فرعون جمع کرد، جادوگرهای وزنی ترین سخت ترینه. میدان روز عید بود، همه جمع شد. حضرت موسی گفت چاش، در وقت چاش گفت مردم جمع کنید روشن شود تا که مردم قدرت الله را با چشم ببینند. حضرت موسی یک عصا در دستش داشت، معجزش این بود که وای اژدها میشد، هر چی که می آمد تناولش میکرد، نابودش میکرد. 70 تن. این قصه قرآنی است، والله علم سوره صافات است.
تمام 70 جادوگر گفتن اول شما شروع کنید موسی. گفت نه شما شروع کنین، هر چی دارین گفت شروع کنین. بعد جادوگرها ریسمانها داشتن، عصا داشتن، چوب داشتن، سر دادن در میدان. وقتی که سر دادن همگی اون اژدها رو مار شد، هجوم به سوی حضرت موسی کردن. حضرت موسی را مفسرای قرآن در قرآن میگویند که وجودش ترس فرا گرفت، ترسید. لیکن الله چی گفت؟ لا تخف انک انت الاعلی. ای موسی نترس، تو بالای اینها غالب می آیید، بی پروا باش، عصا تا سر تگو. وقتی عصا را حضرت موسی سر داد، همگی ریسمان و آنچه که در همون میدان بود همش نابود کرد، تناول کرد. ببین کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. الله اگر با این پشت اگر ارواحش و باباش بیچاره تکیه میکرد، باور کن خدا دانا بود که اونجا چی حادثه رخ میداد. حضرت ابراهیم علیه السلام، نمرود دعوای خدایی کرد، آتش افروخت میدان عراق در عراق. مفسرای قرآن میگویند عراقی که امروز بیچاره‌های مسلمان سرسان و سرگردانند، عذاب دارن، مشقت دارن. خدا همه آن دهشت و وحشت از ملک اونها برداشته گرداند. روز آسوده و روز خوش خدا برای مسلمانای عراق هم نصیب گرداند. و هر کسی که برای مسلمان چاه میکند، در پیش او میخواهد که در عذاب مسلمان رو برو شود، خدای در چاه کندگیشان خودشان خدایا داخل گرداند. آتش کلان افروختند، آنچنان کلان بود که پرنده ها در آسمان دیگه پرواز کردن نمی توانستند. ابراهیم آوردند، باید در آتش پرتایند، لوچش کردند. نمرود میگه وقتی که زینت ابراهیم، زیبایی ابراهیم دید، گفت ابراهیم اینقدر زیبا هستی تو، چی می شود که تو از همین دعوای خودت گردی و مرا خدا گویی تا که من تو را در آتش نپرتام؟ حضرت ابراهیم گفت زر خالص هیچ وقت در آتش نمی سوزد. قصه کوتاه، حضرت ابراهیم در صندوق انداختن، اکنون حواله میکنن باید که در بین آتش زند. وقتی در آسمان برداشتنش، میکائیل آمد، میگوید میکائیل ملائکه شمال و ملائکه برف و آب همه در دستش. گو ابراهیم اگر خواهی گفت الحال ابر را پیدا میکنم، تمام این آتشی که چند ماه میسوزد به خاکستر مبدل میگردانم. ابراهیم گفت قسم به خدا من به تو احتیاج ندارم، قسم به خدا گفت من به تو احتیاج ندارم. گفت ملائکه شمال آمد، ابراهیم خواهی اگر همین آتش به خدا قسم در خانه آن دشمنهای تو همگیش داخل بکنم. گفت قسم به خدا به تو هم گفت احتیاج ندارم. میگه جبرائیل علیه السلام به طاقت شد، خدایا مرا رخصت نمیدهی که تا که به ابراهیم کمک کنم. وقتی جبرائیل میگه پایان شد، گفت ابراهیم گفت من برای کمک تو آمدم. کمک میخواهی؟ گفت آن الله که مرا آفرید، آن الله با علم خود میداند که ابراهیم در کدام احوال قرار دارد. به این خاطر دعا میکنم که انت واحد فی السما و انت واحد فی الارض. خدایا تو یگانه در آسمان هستی، خدایا تو یگانه در زمین هستی. سبحانک لک الحمد، پاک هستی تو، از برای تو حمد است، از برای تو ستایش است. هر چی که اگر پستید زدم الله فقط به تو رو می آرم. خدای خودت دیده ایستاده ای. ببین وقتی الله صدای ابراهیم شنید، به این آتش چی گفت؟ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش گفت زمان ابراهیم در داخل تو میزند، برای ابراهیم من خنک شو و چمنزار بگرد. آتش به همون چی شد؟ روبرو شد. کمکی کرد؟ الله کرد. برادرای عزیز و گرامی، قصه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو جهل چی پلان کشید؟ شب نابود میکرد پیغمبری خدا را. لیکن الله چی گفت؟ ای حبیبی من یک خاک در دستت بگیر،
بیرون شو و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. شوف کن بالای چشم این مشرکا پرتاب. کی کمک کرد؟ الله کمک کرد. وقتی در غار در آمد ابوبکر صدیق میلرزید از جانب رسول اکرم، لیکن رسول اکرم چی گفت؟ لا تحزن ان الله معنا. ابوبکر نترس گفت چی میگوی در حق دو نفری که سیوم او خدا باشد؟ چی میگوی؟ گفت چی میترسی؟ دادرای عزیز، هیچ وقت تکیه بر هیچ کس نکنیم، فقط روی به خدا بیاریم، فقط کمک از خدا طلب. اگر جمله جهانم خصم گردد نترسم چون نگهبانم تو باشی. شاعر میگوید اگر جمله جهانم خصم گردد، همه دنیا اگر دشمنی من شوند نترسم چون نگهبانم تو باشی. هیچ وقت نمیترسم زمانی که نگهبانم تو باشی. زی شادی در همه عالم نگنجم اگر یک لحظه غمخوارم تو باشی. اگر یک لحظه غمخوارم باشی به خدا قسم دنیا و آخرت برای من شادی می بخشد، برای من شادی می آرد. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد. در آشخانه شهر کراچی پاکستان نشستگی بدیم، آشخانه افغانها بود. در همون دیوال همین مصرع ها را من یافتم، از همونجا کتابت کردم. زهر از عطای خلق هرچند که دوا باشد، حاجت ز کی میخواهی آنجا که خدا باشد. آنجایی که خدا هست حاجت به کی میبری؟ دادر عزیز، آخر نخواه که همین چوی توغ برای تو فایده بخشد. کی بیدار میشه؟ کی از همین شرکیات شما دور میشین؟ نخواه جای خدا باشد یک موره چشمی در گردن گاو تو، در گردن خودت، در گردن کودک تو، در گهواره های کودکت کشال باشد. آخر شما نخواه که از این چیزهایی که غضب خدا را بیدار بکند شما رجوع به اینها کنید. دادر عزیز، رو به خدا بیارید، از خدا کمک طلب کنید، انشاءالله الله شما را کمک میکند. دادر عزیز، نه ایشان پشتش کمک میکنند نه ملا را. کمک کننده ما الله هست. خب السلام علیکم حاجی میرزا. سوال من تکرار است، از شما خواهش میکنم با این سوال من جواب گویید. پیشوای عزیز، در مسجد ما نماز خفتن را 1 ساعت بعد از نماز شام میخوانند و ما با مؤذن میگوییم چرا 1.5 ساعت نمیایستید؟ مؤذن با ما میگوید که طاقت نداریم، اما از آن را میشنویم لیکن نمیرویم. ولی میخواهیم که شما درباره این سوال ما جواب انیقش را دهید. با احترام، مخلصان دائمی شما از شتل. در حق ما دعا کنید، خدا همه شما را در حفظ امان نگه دارد. دادر عزیز، عبدالله ابن مسعود من حدیثش گفته بودم که از حبیب خدا پرسید ای العمل احب الی الله، کدام عمل محبوب خداست؟ رسول الله چی گفتن؟ الصلاة علی وقتها، نماز در وقتش خواندن. همین قوم ما 1.5 ساعت بعد شام نماز خفتن میخواند، همش طاقت دارد، هیچ چیشان نشده است. الحمدلله که وقتشان خوش نماز میخوانند، از پی خانهشان میشوند. همه این برادرای عزیز روز به روز ایمان ها ضعیف شده ایستاده است. روز به روز شریعت ما آن چیزی که طبیعت ما میگوید به طبیعت خود ما رفتن میگیریم. آن چیزی که اسلام میخواد، قرآن میخواد، به او ما و شما روی نمیاریم. خدا رحمت کنه صوفی الله را. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر؟ دست در صبح، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. ظاهر تا میبینند میگوین از تو در ایشان، از تو در ملای خوب نیست، لیکن باطن خود مکر و فریبی ها. داخلت آنقدر مکر دارد، آنقدر مردم فریب کرده ایستاده که دیگر هیچ حساب ندارد. حضرت صوفی الله یار خطاب میکند به اینا، چی میگوید؟ این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. او خدا پروای این عبادت تو ندارد. اگر کنی بجا بیاری خوش به حال است، نکردی دادر عزیز بعد هم 1 ساعت هم رفته از جماعت دور نمانین، با جماعت نمازاتون خوانین. السلام علیکم دولت عزیز و گرامی. آیا حدیثی هست که میگویند از نام پیامبر حب الوطن من الایمان؟ حدیث پیامبر هست یا نه؟ حب الوطن من الایمان من بار اینا برای شما گفته بودم، در اطرافش اختلافی زیاد است. خدا رحمت کند علی قاری را در کتاب موضوعات آورده است.
خوب میشد که حب الوطن من علامت الایمان میگفتیم، اینش بهتر بود. باز از علامت ایمان دوست داشتن وطن است. وطن مون دوست میداریم، وطن مون احترام میکنیم، برای وطن مون بهبودی میاریم. اون کسانی که در این وطن ما زندگی میکنن نیکخواه اونها هستیم. برای من این یکون جای غلطش نیست. دادار عزیز، السلام علیکم حاجی داملا. من یک کارمند شعبه داخله هستم. 5 وقت نمازم را، یعنی ملیسه هستم، 5 وقت نمازم را میخوانم. جمعه را وابسته به حالتهای کاری هم هست. از نصیحتهای شما خوشنود هستیم. یک سوال دارم. ما بعضی شب زنهای بی ترتیب را و مردهای اوباش را از راهات دستگیر کرده به ملیسه خانه میاریم. آیا این کار ما نیز ثواب دارد؟ یا که آنها را خانه هاشون بریم؟ نه، همان ملیسه خانه بریم. اونا خانه را ارزنده نیستند. آن کسی که کوچه را به ترتیب میکند، آن کسی که تأثیرش گویم خصلت‌های ناخوب او در جامعه اینقدر ضرر کلان میارد، وای ارزنده عذاب و شکنجه را دارد. برای همین برادر عزیز، اولا خوش به حال تو که هم کاری حکومت و هم کاری وطنداری تا به جا میاری، هم در برابر این عبادت خدا را میکنی. خوش به حالت. فراموش نکنید برادرای عزیز، هر کی در هر جایی که کار میکند وای بنده خداست. در برابر کار باید بندگی خدا ادا شود. هیچ کار باید پیش عبادت ما و شما را نگیرد. بگذار برادرای عزیز کار کنین، مهنت کنین، آباد کنین، حمایه کنین، حفظ کنین وطن را، لیکن در برابر این ساعت عبادت خدا باید فراموش نشود. بهترین عمل است وقتی که تو یک دختری بی ترتیب یا یک مرد اوباش را از راه میداری، آورده مثال برای او مصلحت های مفید میدهی. اگر خانه هم که بری با پدر و مادری و اگر صحبت کنی، خوش به حالت برادر عزیز. من بسیار منتدار هستم. من خیلی امروزا میشنوم که برادرایی که در امنیت و در داخله و در سوت و پروکراتوره هایی که کار میکنن باز در برابر این نماز میخوانن. به خدا خوش به حالتان، خوش به حالتان. شما ان شاء الله برد میکنین، هم اینجا را آباد میکنین، هم آخرتتان آباد است. خوش به حال همه شما. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من یک سوال دارم، خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب گویید. من در خانه‌مان کاری ساختمانی دارم. یک روز مرا پدرم یک کار فرمود، من باشم با پدرم نگاه کرده گفتم حاضر. برادرم می آید کار را سر میکنیم. پدرم به من گفت طرف من نگاه نکن، در چشمت فلان کنم. و باز مرا چند دشنامه‌های قبیح داد و مرا گفت که تو حرامی هستی. بعد من به پدرم گفتم که اگر من حرامی باشم خیر مرا عاق کن. پدرم به من گشته گفت عاقت کردن. رو کجایی که می روی؟ از شما خواهش میکنم اکای حاجی میرزا، آیا من عاق پدر شدم؟ در حقیقت در حق من و پدرم دعای نیک کن. از این کار 3 نماز جمعه گذشت. من و پدرم نمازخوان هستیم. جوابش را در مسجد شما انتظار هستیم. ان شاء الله دادر عزیز، شما عاق شدگی نیستین. عاق خودش چی است؟ اما پدر و مادری که فرزند عاق میکنین کمتر فکر نمیکنین از آینده فرزند. وقتی که وای عاق کردی، در مردم ما همین است که عاق کرد تمام، دیگر من هر چی که کردم همش بیهوده است. مقصد دیگر برای من مسجد نماز چی در کار؟ اکنون راهی دیگر همون میخانه و راه دزدی و راهزنی را برای خود اختیار میکنم، برای که دنیای من سوخت. مقصد همین است. شما چه پدر هستین، چه مادر هستین؟ آیا راه تربیه همین است؟ این راه تربیه نیست. بگذار فرزند نافرمانی میکند، به عقلی میکند، نادرست رفتار میکند و یا با طریق مصلحت درست کردن ممکن است. لیکن عاق کردن این وظیفه ما و شما پدرها و مادرها نیست. عاق نکنین دادرای عزیز. عاق، افسوس که اکنون عاق شما یک خیلش عاق میکند در یک مسئله که برای دنیاش است. کوی یگان تات عاق که فرزند مسجد نرفتنده، بچه مسجد نمیره، عاقد میکنن، در عمر در زبانت نمیاری. برای خاطر اسلام هیچ وقت تو مثال نمیاری که من مثال بچم عاقد میکنم اگر نماز نخوانی، بچم عاقد میکنم اگر سرت نمیپشانی. این ده نمیگویی. لیکن برای یک کار دنیا یا برای ساختمان یا برای که یک پدر بچه‌ش گفته است برای من سیگارت بخر، گفته است که نه سیگارت نمیخرم.
گفته است که نخری بچم عاق کردم. عاق است همین. این بازی از باور کن. پیش از آنی که خودت عاق میکنی خودت عاق میشه به خدا. این چی کار از خودش؟ اسلام مسخره نیست که آخه. عاق کردن درست نیست. عاق نکنین، تربیه کنین. دادر عزیز شما عاق نشدین، ان شاء الله توبه کنین به سوی خدا و این پدرم توبه کند، خدا میبخشتون. لیکن دادرای عزیز نسبت پدر و مادر احترامی بلند داشته باشید، بسیار احترامی بلند. السلام علیکم حاجی محترم، یک سوال دارم. من در دیه زندگی میکنم. وقتی که توی شد در خانه ما سرداران دیه مرا مجبور دارن که رقص و بازی تشکیل کن. من آنها را گوش نکردم. من را هر خیل تهدید کردند. من پند و نصیحت هم در توی نکردم، لیکن آنها را دعوت کردم نه آمدند. الحال ملال هستند، چیکار کنم؟ از آنها عذرخواهی کنم یا نکنم؟ مسلمانی ساده، آدمی که به ضد دین تو مبارزه میبره، مرا وجدانم آزاده، توی دارم، هر خیلی خواهم توی ما میگذرانم. برای ما سردار دیه حکم کردن نمیتواند که تو توی ده برقص و بازی کن. رقص میکنی، بازی میکنی، هندو میاری، امریکایی میاری، خانه خودت حکمرانی، خانه ما ده خودم حکمرانم. تو چیکار داری به من؟ چه حق داری تو؟ بچه من است، دختری من است، به خیلی حالتهای وضعی تربیهشان کردم، هر خیلی خواهم هم خیلی جوابش میگم. همین خیلی آزادی خدا برای ما و شما موفق کرده است، داد است. تا جایی که کمک کنیم، تا جایی که مثال ما و شما مردم از راههای نادرست برگردانیم، برعکس تشویق میکنیم. نه گناهگار میشین دادر است. او گناهگار است. پیش او کجا میروی تو؟ سلام علیکم اکای حاجی میرزا، با این سوال من جواب گوید. آدم قهری است، نماز میخواند، نماز او قبول میشود یا نه؟ نمازش قبول میشود لیکن اجر پاداش ندارد. آدمی که با یک برادرش قهری میکنه، با اینا به نزدیکی ماه رمضان میآید، خداوند هم گناه همه انسان هم میبخشد مگر شخصانی که بین یکدیگر قهری داشته باشد. برای همین قهری نکنید دادر عزیز. در مسئله ما از شما همین است که یک جمعه در باب جمال دیدار پروردگار صحبت میکردید. انشاءالله خدا خواسته باشد این جمال دیدار پروردگار یکان جمعه میبخشیم. خدا خواسته باشد چگونه بنده مسلمان به دیدار پروردگارش روی برو میشود. خیلی نعمت خیلی بلند است که وقتی بنده با پروردگار رو برو میشود. استعمال کردن نو سیگارت تارد را میشکنه. در آخر در حق ما مخلصان دعا کنین. من سوال اول در جواب گفته بودم، میتونین از اونجا شما این جواب بگیرید. السلام علیکم داملا، شما در یکی از صحبت ها گفتید که برای روزه های ماه رجب هیچ دلیل وجود ندارد، ولی وقتی که ما بر ریاض الصالحین نظر کردیم در آنجا حدیثی صحیح پیدا کردیم با روایت امام ابو داود که در آن رسول اکرم بر روزه گرفتن در این ماه توصیه دادند. راوی این حدیث که راوی میگوید که رسول الله 3 بار این سخن را تکرار کردند. می توان متن پره حدیث را در کتاب نامبر شده بخوانید. آیا این حدیث دلیل شدن نمی تواند؟ سوال فوری است. دادر عزیز، در ریاض الصالحین بالکل وجود ندارد. این تهمت نکن که در باب ماه رجب حدیث باشد که پیغمبر 3 بار ما را توصیه به گرفتن داده باشد، قطعیاً وجود ندارد. تو تهمت میکنی. و این خاطر تو اگر بسیار خوب میشد رقم حدیث می نویساندی، من در بین مردم میخواندم. برادری عزیز، من برای شما گفتم اگر دلیل هست، حجت هست، بیان کن. نام کتاب، رقم حدیث، در کدام صحاح 6 وجود دارد، من در بین مردم خوانده دهم. تا حال من از قولم بر نمیگردم. من گفتم ماه رجب دلیل ندارد، تمام دیگر. داری دلیل، حجت داری، رقم کتابش معین کن، والله که در بین مردم میخوانم. لیکن نداری برادری عزیز.
و این حدیث بالکل وجود ندارد در ریاض الصالحین. خب آخران سوال میخوانیم. حضرت التماس مسجد زیر را نصیحت کنید تا خاموش گوش کنند. مراد از اهل نمازگزاران تهخانه است. خدا حافظ شما. برادرایی که در تهخانه میخوانند از اونجا البته کمی گپزنی ها کردن، در حالت صحبت سخنرانی نکنید. دادر عزیز با دقت گوش اندازین. به خدا هر چی میگم برای فایده شما میگویم. هر چی میگویم والله که از سوز دل میگویم. هر چی میگویم برای بهبودی میگویم. و الا من نمیتونم مثل دیگر بعضی شخصیت ها خاموشی را برای خود اختیار کنم، چیزی نگویم، لیکن این برای خود جنایت میشمارم، بلکه به سمع شما میرسانم هر چیزی که حقیقتش است. میدانم حقیقت تلخ است، بسیاری کسا را نمیفارد، لیکن چیکار کنیم که ما مسئولیم، مسئولیت دارم. فردا از این ما را الله میپرسد. میکروفون دادیم، مسجد دادیم، معرکه های مردم خوردی، پول مردم گرفتی، آیا سخن حق به گوش مردم رسانیدی یا نرسانیدی؟ آیا این سله و کله و این جیلک و این منصب و این محراب برای چی استفاده بردی؟ برای راحت و یا برای بهبودی دین اسلام؟ برای چی استفاده بردی؟ والله که این سوال از پیشواها در روز قیامت میشه. و این خاطر هر چیزی که میگویم گوش اندازید. حقیقت دارد برادرای عزیز، هیچ کدامش سخن خودم نیست. هر چی میگویم در زیرش برای شما آیت قرآن، حدیث رسول اکرم حتمی وجود دارد. دعا کنید. حاجی مظفر مهمان هستند، یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد. از جنازه کوچه پرتاپاپاو که گم شده گزاد سامانی است. این نام‌ها دیگر ارزش ندارند در جای ما. دیگر تمام نام‌های تاجیکی میمانیم، نام‌های گذشتگان ما نمیمانیم. اینا چی خدمت کردن در ما و شما که اینقدر از دروازه هامون حتی نامشون گم نمیکنیم؟ یک برادر از خرمن یک تانه علی بست روان کرده است. یک برادر او گلاک آورد. در حق پدر و مادر فرزندانش دعا کنید. اونجا برادر محمد شریف. خب یک برادر از مسکو، عمر برادرمان، یک مبلغ دادن برای آبادی مسجد دادن. فرزندشون یاسین جان گفتن در حقش دعا کنید. در حق استاها عبدالجبار و شیراوگن و بابای حاجی شاهین که همیشه در این خدمت مردم قائم است دعا کنید. برادر کامل محمد شریف با او گلاک آوردن، اینا هم دعا کنید. در حق آنهایی که در صندوق خیریه دعا میکنید. خب در حق آنهایی که در صندوق خیریه صدقه میکنند دعا کنید. برادرایی که در صندوق خیریه کمک میکنند، رحمت کلام برای کمکاتون، برای دستگیریتان. انشاءالله آبادی مسجد آبادی دین ما و شماست، پیشرفت ما و شماست، آبادی شهر ما و شماست. البته فایده های خیلی زیاد برای ما و شما دارد. دعا کنیم که خدای مهربان اولا از این مکافات و اجر این روز جمعه همه ما و شما را برخوردار گرداند و محبت این عبادت خداوند در دل همه ما و شما جایگیر بگرداند. و اون برادرانی که خیر و احسان کردند، هر آرزوهایی که در دل دارند خدایا با فضل و کرم خودت برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. برادرایی که در بیرون هستین، از شما خواهش داخل خالی است. اگر در این داخل شما نماز نخوانین و این پراکنده در هر اطراف رفته جدا جدا از صفها خوانین، این حالت در نماز شما نماز نیست. اون قدر وقتی نیست. اما من درازی بدم نمیخوانم، همگی همین 10-15 دقیقه است. برای همین برادرای عزیز داخل دراین، همون امارت نیم تیاری که هست در همون جا رفته نمازاتو نخوانین. هر جا پراکنده میخوانین نمازتون نماز نمیشود. خب مرحمت از اون بین. الله اکبر، الله اکبر، الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمين يا رب. داملای محترم، در بعض مسجدها شخصان امامتی میکنند که سوره ها را بسیار غلط میخوانند. در پس آنها نماز خواندن جایز است یا نه؟ برای کسی که اگر غلطی امام میتونه گرفته و قرائت او نظر به قرائت امام بهتر است، نماز اون کس درست نمیشود. لیکن کسانی که غلط امام گرفته نمیتوانند، از امام دیده اونها بی سوادترند، این حالت در نماز همه اونها از پس این امام درست می شود. امام کسی می شود که باید قرآن خواند، قرآن درست خواند. همین محراب هم امامتی هم همون ملا و همون پیشوای را می زیبد که علم داشته باشد. شرط نیست که ویا باباش ایشان بود و باباش شیخ بود و آتش ملا بود گفته ویا پیش آورده در محراب گذاشتن در کار. محراب گفتن، محراب جای حربی با شیطان است. اینجا ارزنده کسی هست که باید که حقیقت اسلام میگد و کسی هست که در اسلام خدمتگار است و کسی هست که علم دارد. صاحب مختصر میگوید و الاولا بالامامتی اعلم بسنتی ثم الاقرا ثم الاسن. صاحب مختصر خدا رحمت کند میگوید که کی امام شده میتواند، کی نماز مردم خوانده میتواند؟ کسی که عالم باشد، فرض، واجب، سنت، مکروه، مستحب و مباح و دیگر مسئله را در داخل نماز جدا کرده بتواند. بعد از آن قرائت داشته باشد، قرائت از مثل تجوید باشد، قرائت از روی دفتر و از روی مثال یگان از پیش خود اذیت کردگی نباشد، از پیش یک عالم گذراندگی باشد. بعد از آن باز پرهیزکار باشد. اینها می توانند که امامتی کنند. محترم داملای مهربان، الها سخنان شما را برا شود، الها هرگز خار نشوید و از خدای خود طلب میکنم. یک شخص قبل از اذان پیشین سنت پیشین را در خانه خواند، به مسجد آمد تا نماز فرض برپا شدن چند رکعت نافله خواند. آیا درست است یا نه؟ با احترام مخلص اشدی شما. یعنی برای خواندن سنت اولا اذان شرط نیست. الاذان سنت للفرائض فقط فی وقتها. اذان چگونه ای که در باب اذان کتاب مختصر میگوید فقط برای نماز فرض است بس. فقط برای نماز فرض اذان داده می شود.
اگر شما مبادایی که سنت بامداد در خانه وقتی که صبح میدمد میخوانید، اگرچه مؤذن اذان هم که نگفته باشد نماز شما درست می شود. اذان برای نمازهای سنت نیست. یا شما می توانید که در خانه 10 کم یک 5 کم یک پیش از اذان مؤذن نماز پیشین سنت چه خوانید. یعنی اذان فقط برای نماز فرض است و بس. برای همین کسی که در خانه می خواند باز آمده به مسجد می خواهد که یگان تحیه مسجد خواند یا نافله خواند یا قضایی خواند، جایز است برای او. تا نماز، یعنی تا برپا شدن فرض می تواند که این نمازها را و ذکرها را انجام دهد. یگان خلل و زلل پیدا نمی شود. السلام علیکم دامنای عزیز، درباره سنت های مسافرتی آیا خوانده می شود یا نه؟ یعنی سنت هایی که در سفر. امروز من به شما خبر دهم که قول اصح همین است که امروز 96 کیلومتر الکی آدم مسافر میگرداند. اگرچه فتوای محمودی امروز حتی به 78 کیلومتر هم اجازت داده است، به 87 کیلومتر هم اجازت داده است، لیکن از روی حدیث هایی که پیغمبر جدا کردن امروز 96 کیلومتر اگر شما از خانه بیرون شدین شما مسافر هستید. شما نمازهاتون همون فرضها را 4 رکعت ها را 2 رکعت خواندن میگیرین. نمیگین قصر، بلکه هم میگین نیت کردم 2 رکعت نماز پیشین یا 2 رکعت نماز عصر. شرط نیست که 2 رکعت فرض قصر پیشین. این قصر در داخل این نیت جا کردن لازم نیست. خب و سنت های مسافرتی چگونه است؟ سنت های مسافرتی را اگر چند عزیزان ما و شما فقهای ما و شما گفتند، اگر گفته است یعنی شرایطش خوب باشد، هیچ ضرورت نداشته باشد، هیچ مشکلات بالاش نباشد، بهتر است که سنت ها را خواند. لیکن اگر مبادایی که در راه سراسیمه هستند یا مثال مردم زیاد او را انتظار هستند، این حالت ها سنت ها را ترک کنند و فرض هاش خوانند و بس. این فتوای درالمختار صحیفه 585 در این موضوع هم گپ زدگی هست. میتونن به همین فتوا مراجعت کنن. یعنی حالت ضرورت باشد، حالت باران است، حالت خنکی است، حالتی است که شما در اتوبوس نشستگی هستین، خب این حالت های در سمالیات سوار هستین، در پاییز سوار هستین، این حالت ها در میتونین شما همون فرض هاش انجام دین. 3 رکعت فرض شام مثل خودش میستد، 3 رکعت وتر واجب مثل خودش میستد، فقط سنتاش در این حالت شما ترک میکنین. لیکن اگر حالت های خوب باشد، خانه داشته باشین، این حالت ها در سنت ها را خوانیم، بهتر است، عبادت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به این سوال من جواب دهید. 2 جوان پسر و دختر می تواند که به رازگی پدر و مادر نکاح کنند. امروز در همین شرایط ما نمی توانند. امروز بهتر و خوبتر همین است که کدام پسر و کدام دختری که به شوهر می براید یا زن می گیرد باید که رخصت پدر و مادر باشد. این رخصت پدر و مادر وقتی که رضاگی خداوند، رضاگی پدر و مادر باشد، پس آیا برای دختر، برای فرزند رضاگی پدر و مادر لازم نیست؟ آیا وای بیچاره 17 سال 18 سال این فرزند را تربیت میکند با امیدی که مثال فرزندی خودش نکاح کند، فرزندی خودش مثال خانه‌دار کند، از اونها مثال خدمت چه از فرزندای او چه از فرزندش بیند، این چه است که مثال پدر و مادر درک ندارد و نکاح میکند، زندگی میکند. از این خاطر بهترین صورتش این است که با رضاگی پدر و مادر باشد، به رضاگی پدر و مادر نکاح نکنید، زیرا که اون بخت هم نمی شود و حیات هم نمی شود. اگر چند فقیه های ما و شما میگویند که به رضاگی پدر و مادر جایز است کردن، لیکن اگر پدر وقتی که آمد داماد دید که معقول نشد، حق دارد که نکاح اونها را بیکار کند. السلام علیکم دامنای عزیز. من یکی از جوانهای کمبغل از شما خواهش برادری دارم که از گناههای خود پشیمانم و به نام پاکش قسم دعا کنید که گناه مرا خدا یکتا ببخشد و هیچگاه دیگر گناه نمی کنم. التماس دامنای عزیز، پشیمانم.
یعنی کدام برادری بوده است که گناه ها کردگی بوده است، امروز پشیمان شده است و در صف مسلمان ها در آمده نماز میخواند و گفته است در حق من دعا کنید و خدا قسم دیگر گناه نمی کنم. این قسم اولا خوردن لازم نیست، زیرا ناکرده گناه در این جهان کیست؟ بگو. البته بی گناه نمی شود، آدم گناه میکند و چنان خدای داریم که البته بعضی گناهایی که از ما و شما سهوا می شود، نافهمیده می شود، آنها را خدای ما و شما می بخشد. از این خاطر میلش امروز که پشیمان شدی، الکی همین پشیمانی تو خودش توبه است. بسیار نیک کردی، بسیار خوب آمدی. دعا کنیم که خدای مهربان گناه های این بنده تا خدای مهربان مغفرت بگردان و خدایا مسلمان حقیقیش بگردان و در اسلام خدمت کردن خدا بر این بنده خود موفق بگردان. آمین یا رب العالمین. بسیاری آدمالی توبه کنی و پشیمانی را نزد حضرت امیر جان در میروان میکنند، حالا که توبه را نزد خدا کنین، فقط از خدا توبه کنین، پیش حضرت امیر جان رفته توبه نکنین، این در گناهگار میشوین. شما الکی این معنای را دارد که از خدا ده هم حضرت امیر جان شما بزرگ میشمارین، نزد خداوند توبه کنین. السلام علیکم بابای حاجی، خدا شما را نگهبان باشد. الها هرگز درد سرتان را نبینیم. با احترام یک مخلص شما. از زن حرام پسرها به دنیا می آید و آنها می خوانند و ملا می شوند. آنها خودشان نمی دانند، لکن پیش در آمدن نماز جمعه را خواندن آیا اسلام برای اینها رخصت می دهد؟ البته رخصت می دهد. ما گفتیم که این فرزندی که از زنا تولد می شود و هیچ گناه ندارد، این خداوند در روز قیامت هم معاقبش نمی کند، عذابش نمی کند که تو از حرام تولد شدی، بلکه حرامی و بدبخت همون پدر و همون زن و همون مردی که این فرزند به دنیا آوردن، اونها بدبخت هستند، اونها در نزد خدا گناهگار هستند. این فرزند هیچ گناهی ندارد. این فرزند حقوق دارد که چی نماز جمعه باشد، چی نماز عید باشد، البته پیشوا شود، با که ندارد اگر علم داشته باشد. مرد مرد در وقت ترکش برای خیر خدایش حق جدا کردن را شریعت اجازت می دهد. آیا برادر را یا پسرش را باید خیر احسان کند؟ یعنی هیچ وقت از مال انسانی که از دنیا میگذرد برای خیر احسان او مال جدا کرده نمی شود، بلکه آن مالی که از همان پدر و مادر ما و شما میماند، اون فقط باید که وارثای او میراث میبرند. اگر پدر از دنیا گذرد، زن او، فرزندهای او مال او را میراث میبرند، دیگر یک قسمت مال او را برای خیر خداییش گفته جدا نمیکنند. این گونه در شریعت حکم آمدگی نیست. یکی اگر فرزندهای او از پیش خود برای همون خرسندی ارواح پدرشون اگر خیر احسان کنند، این در اسلام اجازت میدهد، اگر شرایط داشته باشند، اگر دستشان برسد. لیکن مخصوص از مال پدر، مثال اگر $500 از پدرش مانده باشد، $200 را جدا کنند که این برای پنجشنبگی ها و این برای چهلم و هفتمش و این $300 دیگرش برای زن و کودکاش تقسیم کنند، این نادرست است. همون $500 که مانده است همه را بین وارثاش تقسیم میکنند. خیر احسان چیزی که همون خودش به دستش کرده است، جزای همون در روز قیامت میبیند. این خیر احسانایی که امروز ما میکنیم، هیچ پدر و مادر به امید نشود که خالی از ریا و خالی از زقیدن نیست. هیچ پدر و مادر بیچاره با امید نشوند. کدامی که میخواهد در قیامت سربلند شود، قبر او آرام باشد، در همین دنیا به دست خودت بکن. زیرا امروز چنان گرانی آمده است، چنان مشکلاتی آمده است که باور کنین دیگر ناعلاج خیر احسان میکنی، برای خدا نمیکنی، فقط برای مردم میکنی. برای همین این هیچ ثواب به پدر و مادر نمیرسد، به هیچ اولاد نمیرسد. خوش به حال هم پدر و مادر که با دست خودشان چه عبادتی میکنن، چه خیر احسانی میکنن، انا اون فایده میکنن. امروز من میبینم بیچاره بسیاری جوان ها میان شکایت میکنن که پیش همین پنجشنبگی را بگیرین، پیش هفتم بگیرین، زور ما نمیرسد. لیکن چند درنده دیگر تیاری دارد که مثال باید که ما در همون خانه هجوم میکنن، 10 کس 15 کس
نابسته وای از کجا میابد بیچاره چیکار کنه؟ وای سرسان و سرگردان به ملکای روسیه در زیر همون تحقیر کافرها شب روز بیچاره بیمار شدگی آمده شکم درنده ها را سیر میکنه. بسیار گناه است. باور کنین پدرها این سخت نیست. باور که من از مهربانی به همه شما مراجعت میکنم که همین خانه ای که ندارد باید که همه کسا محاکمه که مجبور که نمانینش کردن. اگر چوندی میخواهد اگر چنده که نمیخواهد لیکن از برای شما میخواهد که باید طعنه نکنن که فردا مثال خیر احسان نکرد، لیکن میبینین همون شرایط ندارد. همون با همراهی وکیل و با همراهی همون ملایی که در محله است مجبور کرد که بچم نکنم این کاره. ثوابت میفارد میلش این قوتت به همین یک سوزمه است گفتی چیزا یگان قلمه است یگان دانه دیگر در همون یگان همسایه برای دلت خرسند شدن تقسیم کن. بس شر نیست این معرکه کلان آراسته کردن. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. یک برادرمان پیش از همین جمعه آمدن گفت که همون چیزی که در خدچه ها می نویسیم همش خواند داملا. یعنی در اونجا بعضی تعریفات هایی که میکنن من گفتم نمیخوانم. اون کس باشد داملا که مردم که دوست میدارن مردم احترام میکنن امرا خوان. گفته همون از ما التماس کردن از این خاطر بعضی همون جمله هایی که درازبند درازی بد هستند راستی بار وقت گیر هستند. من برای وقت میگیرد برای اون نمیخوانم. من 40 ساله عمر دارم و اولاد و اجدادم هم بسیار است. از کلاب تا دوشنبه همه امان تو را دوست می‌داریم و احترام کرده کسیته ها را گوش میکنیم. دعای خیر به شما میدهم. یک سوال دارم داملای عزیز. در حیات غمدار هستم، بسیار غمدار هستم از حساب فرزندهایم. آیا درست است که من از خدا طلب کنم که تیزتر جانم را گیرد؟ از دنیا مانده شدم. با احترام مخلصی شما. یعنی بسیار از در اصل امروز غم و دقت همین مشکلات هایی که بالای ما و شما آمده است باور که آدم وادار میکند که از همین دنیا بیزار می شود. وقتی آدم قرضدار می شود، وقتی آدم بیچاره بی وطن می شود، در بدر می شود، بعدا مجبور می شود که پروردگار آخی همین حیات برای من چی در کار است؟ خدایا از این گونه حیات برای من مردن خیلی بهتر است. گفته هر یک انسان از حساب همین معرکه های بی جای ما و شما، از همین آزارهای زیاد عاقبت چی می شوند؟ دلمانده دنیا می شوند. اگر چند این برادر شکایت دارد که از فرزندهایم که فرزندهاش از دنیا می گذشته است و هرچی تلاش دارد صاحب فرزند نمی شود. فرزندهای بوایش هم از دنیا گذشتند. بسیار غمدار بوده است. لیکن من چی میگویم؟ تمنای مرگ پیغمبر خدا میگوید که راوی این حدیث هم ابو هریره است و لفظ بخاری هم است، حدیث متفق علیه هم است که رسول اکرم میگوید لا یتمنى احدکم الموت. هیچ بنده خدا حقوق ندارد در دنیا که آرزو کند که خدایا جان مرا بگیر. تمنا و آرزوی مرگ هیچ کدام ما و شما نداریم. خداوند این حقوق به ما و شما نداده است که شما از آن جهت که غمدار هستین، بیمار هستین، در بدر هستین، بازم این از خدا باز طلب کن که خدایا جان مرا بگیر. این در شما حقوق ندارین. زیرا پیغمبر خدا در دوام این حدیث چی میگوید؟ اما محسنا فلعله یزداد اما مسیئا فلعله یستعتب. اگر نیکوکار باشید شاید که نیکی های شما باز به مردم برسد. شما آرزوی مرگ نکنید. نگاد اگر ممکن که شما را خدا فعل خوب داده است، از فعل خوب شما چندین آدم دیگر بهره‌ور شود. شما نیکوکار باشین، از نیکی های شما چند آدم دیگر باز استفاده برد. اما مسیئا، اگر شما بدکار باشین شاید این که به سوی خدا توبه کنید. یعنی هیچ وقت مرگ شما طلب نکنید. عزیزان خدا در شعرها میگویند که هر درد و بلایی که از آسمان فتد
اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا، هر غم، هر مشقت، هر بیماری که خداوند از آسمان و می پرتاید، عزیزان ما و شما میگویند که اول به لوح سینه صاحب دلان رسد. اول وی در خانه میزند که وی خانه نمازخوان هستند، با حیا هستند، خانه هست که شب خیز هستند، خانه هست که دائم به عبادت هستند، خانه هست که دائم در عبادت مشغول هستند. انا بلا اولین بار در انمی خیل خانه ها مهمان می شود. از این خاطر من چی میگویم؟ من میگویم که این برادری که در این غم و دقت گرفتار است، تو هم یکی از بنده های نیکبخت خدا بوده ای. انشاءالله این غم و دقت تو همه دور می شود. این دنیا اونقدر دنیای نیست. انشاءالله در پیش شادی های زیاد داری. در قیامت انشاءالله گردن تو بلند می شود. این فرزندایی که از تو میگذرن همه اینها شفاعت کننده تو در روز قیامت می شوند. خدا رحمت کند. امام عبدالله ابن عباس در کتابا حکایه میکنند که چند وقت بیچاره خانش نآمده بود. مثل همین فرزندای ما و شما که سرسان و سرگردان بیچاره ها، زنها و کودک ها را پرتافته و برای پنجشنبگی آتش و برای هفته آتش دیگر نه روسیه مانده است نه دولت های خارجه مانده است، در بدر شدن. عبدالله ابن عباس هم چند مدت بیچاره از خانه دور شده است. فرزندهاش یاد کرد، بار میگوید بعد به خانه آمد. بالا یک اسب میگد سوار بود عبدالله ابن عباس. از یک جویبار میگد اسبش گذشت کرد. از اون جانب یک مرد از همون همسایه‌داری هاشان پیش راه عبدالله را گرفت. گفت عبدالله گفت با تو گفت یک خبری ناخوش میدهم. حضرت عبدالله غمگین شدن، گفتن من چند مدت نبودم، این چی خبر باشد؟ گفت همان فرزند دوستداری که تو داشتی از دنیا گذشت. عبدالله که چند مدت فرزند ندیده بود. فرزند این میوه دل است. فرزند بی نهایت شیرین است. حضرت در حال از پایان شدن میگد و جای نماز پرتافتن، دو رکعت نماز خواندن. این مرد بازگشته گفت عبدالله گفت من به تو خبری مرگ فرزند میدهم و در کار تو حیرت ماندم، تو باشی نماز میخوانی. حضرت عبدالله چی گفتن؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. گوی بنده خدا گفت در اصل گفت این خبری تو گفت جگری مرا ریش کرد، این خبری تو مرا بسیار گفت ناراحت کرد، لیکن تو بیخبر هستی که خدا در قرآن گفته است ای کسانی که ایمان بر خدا دارید، هر وقتایی که طلب کمک میکنید، طلب یاردم از خدا میکنید، با نماز و با صبر کنید، نماز خوانید، صبر کنید، این حالت از خدای خود کمک طلب کنید. ان الله مع الصابرین، این حالت خدا همراه صابران است. از این خاطر این برادری که فرزند خود از دست میدهد، غم دارد، دقت دارد، برادر عزیز، باز من به تو خبر میدم که عزیزان میگوید در این عالم دلی بیغم نباشد، در این عالم دلی بیغم نباشد، اگر باشد دلی آدم نباشد. در عالم دلی بیغم نیست برادرای عزیز. اگر دلی بیغم هم که باشد، شاعر میگوید دلی آدم نیست وای. اگر دلی آدم باشد وای البته غم دارد. خدا رحمت کند صاحب تذکرة الاولیاء را از ابن عطایه حکایه میزند. دوستان خدا را بینیم. میگوید 10 فرزند داشت ابن عطا، 10 فرزند، و هر جا که سیاحت میبرآمد همراه همین فرزنداش میبرآمد. بار میگوید در بیابان با همراه این 10 فرزند 10 جگرگوشه خود به سفر برآمد و ناگاه میگوید از پیش یک گروه رازنها اطراف ابن عطا را همراه این 10 فرزند احاطه کردند و مال ابن عطا را تله و تاراج کردند و برای آنکه هیچ شاهد نماند
یک نفر در پیش پدر قتل میکردند. چه یک منظره مشکلی هست. شما تصور کنین که وقتی به خانه شما یک ظالم، یک دزد می درآید، مال و ملک شما را میگیرد و در نزد شما تمام فرزندهای شما را نابود میکند، چه مشکلات بالای شما می آید. ابن عطا میگوید با چشمهای خود نگاه میکرد، فرزند کلانیش قتل کردند. ابن عطا به آسمان نگاه میکرد و میخندید. دوم فرزند قتل کردند. حضرت لبخندش تماما گم نمیشد، خنده در لبهاش پیدا شد. سوم فرزند قتل شد، آمد به نهم فرزند رسید. نهم فرزند در پیش ابن عطا به قتل رسانیدند و این فرزند که خردترین فرزند بود و دوست داشته ترین فرزند ابن عطا بود، گشت گفت، ای پدر، گفت بی رحم پدر بوده ای. 9 فرزند تو را در پیش تو قتل کردند. تو را باشد در لبهای تو خنده است، خنده تو اصلا از چهره تو کنده نمی شود. تو به سوی آسمان نگاه میکنی و میخندی. آیا خرسند شدی؟ ابن عطا چی گفتند؟ برابر شنیدن این فرزند آخر، ابن عطا را میگه گریه فرا گرفت. حضرت میگه گریه کردند و گفتند که قسم به خدا، گفتند ای فرزند، ای جگر گوشه، گفتند در هر یک قتل شما، گفتند چنان بی‌ضابطه می شدم، چنان ناراحت می شدم، لیکن چیکار کنم که آن ذاتی که تقدیر به این احوال کشیده باشد، چیکار کنم که این روز را که خدا بر بالای شما خواسته باشد با اون ذات جنجال کرده می شود. قسم به خدا، گفتند 70 بار ای فرزند عزیز، گفت من به سوی خدا دعا کردم که خدایا فرزند مرا اقلا یک تش را نجات بده. از نزد خدا الهام می آمد که ابن عطا، اگر لبخندی تو از لب تو گم می شود و اگر تو ناآرام و داد و فریاد زنی، قسم به جلال و عظمتم که از دیوان عزیزانم خط می زنم نامتا. دوستان خدا در اینها صبر کردند. ما بلا را به کس عطا نکنیم، ما بلا را به کس عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزینه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا میگوید ای بندگان خدا، شما در غم، شما در دادن فرزند، در بیماری شما داد نزنین، فریاد نزنین، زیرا هر بیماری و هر مشقتی که می آید همه این به اذن من می آید، به اجازت من می آید. من تو را دوست می دارم ای بنده خدا، من تو را دوست می دارم. این بلاها را بالای تو می آرم تا که تو صبر کنی، تا که در این صبر من برای تو مکافات نصیب کنم، من برای تو اجری بیگران نصیب بگردانم. این است مقصد خداوند ما و شما. از این خاطر برادر عزیز هیچ وقت راه افتاده نشو. همه اینها را همچنان بدان که پروردگار تو را نظارت دارد و تو را امتحان میکند. اگر سوره بقره را تماشا کنیم، خدا در قرآن چی میگوید؟ ولا نبلونکم بشیء من الخوف، من الخوف، ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. والثمرات، مقصد ما همین والثمرات است. خدا میگوید ای بندگان خدا، من شما را با 5 چیز امتحان میکنم. با چی؟ یکم که امام شافعی را من تفسیرش تماشا کردم، در همین آیت بسیار پسندم آمد، بسیار خوب تفسیر کردن. خدا میگوید من به خوف شما را، المراد من الخوف، امام شافعی میگوید الخوف من الله است. همین مراده که خدا میگوید من به خوف شما را امتحان میکنم. انمون خوف خداست. بالای شما هر گونه معرکه و منظره میارم، نظر میکنم که آیا از خدا میترسین یا نه. خب من الخوف والجوع، بالای شما رمضان میارم، ماهی رمضان میارم، آیا روزه را میگیرین یا نه. و نقص من الاموال،
بالای شما در زکات فرض کردم، آیا زکات میدین یا نه؟ و الانفوس، بیماری بالای شما میارم، آیا در بیماری صبر میکنین یا نه؟ و ثمرات، امام شافعی میگوید ثمرات، اگرچنده که عرب ها ثمرات میوه را میگن، امام شافعی میگوید که انا همین ثمرات خدا انا همینجا فرزند در نظر دارد که من از شما قبض روح فرزند میکنم، آیا در فرزند گرفتن شما صبر میکنین یا نه؟ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله باوری دارم که هر برادری که این صحبت میشنود سخن خدا و پیغمبر، از اینها باید عبرت گیریم، غمگین نشویم، باید که به اینها صبر کننده باشیم و این بلاها را برای خود یک گنجینه شماریم، یک خیلی اشیای قیمت برای خود حساب کنیم که خیلی ثوابهای زیادی دارد. خدای مهربان عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است. بهترین عملی که خداوند در او اجر داده است، در او ثواب داده است، این شنیدن امر معروف و نهی منکر است. خدای مهربان این ثواب امر معروف و نهی منکر را در نامه اعمال این گوش کننده ها کتابت بفرمایی. خدای مهربان این مردم ما را حقیقتا مسلمان کامل بگردانی و خدمتگار در راه اسلام بگردانیشان. و خدای تا دم آخر بهترین نعمت که ایمان است، اسلام است، ما را از ایمان و اسلام دور نگردانی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار برحمتک یا ارحم الراحمین. اینجا بابای حاجی داستی از همین دامنکوه که نام خودش سید حامد گذاشته است، خوش به حالش، همین داستی و تاور، تیشه و سنگ، قلوخ، همینا را گم کن در کار دیگر. نام ها را، نام های اسلامی مانیم برادرای عزیز، نام های مانیم که در همین نام ها یعنی یک معنی داشته باشند. الحمدلله ما مسلمان هستیم. این برادرمان بابای حاجی که سید حامد نام دارن الحال، بابای حاجی السلام علیکم، به این سوال من جواب گردانید. در وقت سفر دعا میدهند، میگویند که خیریت سفر حضرت خوجه خیز رهبر گفتن درست است، برادر عزیز نگفتنش بهتر است و این ترک سازیم. همه وقت رهبر ما حبیب خدا در مسافرتی دعای سفر این میگفتن که انت صاحب فی السفر. بین حبیب خدا اشاره به سوی خدا میکردن انت صاحب فی السفر. خدایا سفر مشقت زیاد دارد، سفر پستا بلندی زیاد دارد، مصیبت های زیاد میارد، لیکن خدایا در این سفر فقط صاحب تو را میگیرم، الله صاحب است. از این خاطر در دعاهامان هیچ کس ما داخل نگردانیم، فقط الله سفر ما را بخیر گردان، الله سفر ما را با برار گردان. خدا رحمت کند حضرت خوجه خضر. در اطراف خوجه خضر خیلی حالی من جمعه آینده یک برادر بسیار طلب کردن که همین خضر کیست، نامش چیست، آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ حقیقت دارد. اگر جمعه آینده شود، من نام اساسیش اینا بلیا بود، بلیا. این قصه دارد در سوره کهف با حضرت موسی یک معامله دارد. برای همین من اگر وقتا شود جمعه آینده درباره خضر، خضر خود از کلمه یعنی سبز گرفتگی است. این کلمه کلمه عربی است. در بعضی روایت میگوید هر جای نماز میخوان اونجا سبزگاری میشد. در بعضی روایت میگن که هر جا که می نشست میخیست همون زیر جای نشستش سبزگاری میشد. از این خاطر وای خضر گفته. لیکن اطراف وای زنده است یا مرده این دم اختلافای زیاد است. اکثریت رفتن که وای وفات کردگی هست، لیکن بعضیا گفتن نه، گفتن وای وفات کردگی نیست. یعنی اهل تصوف، اهل طریقت میگن وای زنده هست. یعنی کسانی که اهل تصوف و اهل طریقت نیستن اونا میگن که خضر از دنیا گذشته است. لیکن حقیقت ان شاء الله من جمعه آینده باز وقتا شود پرتر برای شما میرسونم. السلام علیکم برادر حاجی میرزا، خواهش میکنم که با سوال من در همین جمعه جواب گردانید، برای آن که من مهمان از راه دور هستم و امکانیتی به مسجد شما آمدن ندارم. البته وقتی من میگویم که یگان طبیب به انصاف، این طبیب به انصاف آن کسی هست که حس ملی ندارد، وای وطن دوستدار نیست، وای مسلمان دوستدار نیست. اگر این گونه دختر به وای مراجعت کند و
این طبیب به وی جواب گرداند که من در پیشگاه خدا جوابگر می شوم، باید تو در این کار نادرست نمی رفتی، مرحمت این طبیب خوش به حالش که در پیشگاه خداوند هیچ وقت جوابگر نیست. لیکن برای آن که این بعضی با به انصاف شاید که همون دختر استفاده برن، بعد مثال همون معاملش انجام دهند، این گونه‌ش هم وجود دارد. من یک خواب دیدم. خواب این است که من با همراه یک برادر حج رفته آمدم. آیا بعد این خواب مرا حاجی گویند درست است یا نه؟ درست نیست برادر عزیز. حج رفته انشاءالله در خوابت ایمانت کامل می شود، در پیشگاه خدا اجر و پاداش گرفتی. این خواب هم خدا نصیب هر کس نمی گرداند. لیکن تو را حاجی گویند نه، برای حاجی شدن مبلغ صرف میکنی، رفته اون احکام و ارکان ها را در موسم حج اجرا میکنی، آمده با مثل این حاجی هایی که پیش فالبین میروند و عرق میخورند، مثل اینها نمیشوی، این حالت در نام تو حاجی است. خب من هر یک خوابی که دمی سحر میبینم او را در بیداری میبینم. این چه بنده باشد، بنده نیکوکار است. این البته در همه انسان هم رخ نمیدهد، ولی بسیار انسان‌هایی هستند که شب خواب میبینی، روز همون خواب تا میبینی. این نشانه پاکیزگی و نشانه گویم که ایمان کامل داشتن تو را نشان میدهد. خب بعضی بنده های هستند که بر وقت به مسجد می آیند برای خواندن نماز، لیکن در مسجد تا سرشوی نماز سخن دنیا می گویند، حتی تسبیح در دست دارند. آیا این بنده ها از نماز چیز پیدا می کنند یا نمی کنند؟ البته هیچ ثواب پیدا نمی کنند. حبیب خدا می گوید سخن در مسجد نابود می کند نیکی های شما را چگونه ای که آتش هیزم را نابود می کند. و حبیب خدا در حدیث های مبارک مسجد می گوید که مسجد این برای ذکر خدا هست و قرائت قرآن است. مسجد جای پند و نصیحت است. از این خاطر وقتی که این نظام مسجد کسی که ویران کرد، اینم جنایت است و اینم در پیشگاه خدا جوابگری دارد. ببین حتی که وقتی من خطبه میخوانم در نماز جمعه، اگر شما حتی با انگشتان میبینید یک برادر تو صحبت دارد، سخنرانی دارد، میخوای که وی خاموش درانی بود، انگشت در بالای لبت میگذاری، مثل که این چنین ما و شما اشاره داریم، یعنی مقصد که خاموش باش. حبیب خدا گفت حتی برای تو اشاره کننده هم ثواب باقی نما. ببین اشاره کننده در ثواب نیست گفتن حبیب خدا. کجا وقتی که ما درباره شخصی که سخن دنیا در مسجد میگوید در اطراف او وقتی ما صحبت داشته باشیم؟ برای همین مسجد نظام دارد دادار عزیز، نظام مسجد را رعایت کنید تا که از ثوابهای مسجد برای شما چیزی برخوردار شوین. اون یکی از صحابه های پیغمبر ربیعه نامشم صاحب ابن یزید است، در ریاض الصالحین هم در باب مسجد میگذارد، حدیث بخاری است. میگوید باره میگوید حضرت عمر در منبر نشسته بود، دوره های خلافتش بود، و من میگوید بسیار همین تا پینک میبرد، خواب میبرد. فحسبنی رجل فنظرت عمر ابن الخطاب، میگوید یک کس مرا با سنگ میزد. این صحابه پیغمبر میگوید نگاه کردم که سنگ از جانب حضرت عمر آمده ایستاده است و من اشاره کرد که همون دو نفری که در آخر مسجد نشستن پیش من بیار. گفت عمر بسیار خدا رحمتش کند جسور بود، بسیار با غیرت بود، ولی امروز امتای پیغمبر بسیار بی غیرتیم، غیرت نداریم، ترسانچه که میترسیم. حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الجبن میگفت، خدایا من از ترسانچگی و بی غیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. مرد باید با غیرت باشد، جسور باشد، ناترس باشد. حضرت عمر بسیار جسارت داشت. وقتی این صحابه پیغمبر میگوید رفتم اون دو مرد به پیش حضرت عمر آوردم، به سوی من میگوید حضرت عمر بسیار به سوی این دو مرد نگاه کرد، گفت از کجا آمدین؟ گفتن از شهر طائف آمدین. گفتن قسم به خدا مهمان هستین، طائف یک 70 یا 90 کیلومتر دورتر است. گفتن همچون مهمان هستین در مسجد رسول اکرم
و الا اگر مردم همین مدینه می شدید چنان آزارتان می دادم، چنان لط و کوبتان می کردم که آواز شما مدینه را فرا می گرفت. شما این چی نظام ویران کردن در مسجد است؟ این چی عمل است که شما در مسجد حبیب خدا به سخن دنیا مشغولید؟ السلام علیکم پیشوای عزیز، میخواهم با سوالهای من روشنی اندازید. بعضی شخصا میگویند که شکرانه گفتن جایز نیست، میگویند که شکرانه دختری شیطان است. شما در این باب چی میگویید؟ البته این دروغ است. اگر دختری شیطان شکرانه هم که نام داشته باشد، شکر گفتن ما جای گناهش نیست. اگر چندی که من ندیدم که دختری شیطان شکرانه نام داشته باشه. این بعضی نمی کتابای فارسی و بعضی نمی کتابایی که مثال گوییم کدام بیچاره نویسنده است که اساس و دلیل ندارد، اینا بسیارتر در همون کتابا هستند. برای همین این هیچ اصلی ندارد، اساسی ندارد. حتی خداوند در قرآن و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میتونید سوره ابراهیم آیت 6 نظر کنید. خدا میگوید اگر شما به سوی من شکرانه کنید من نعمت ها باز زیاد میکنم، اگر کفران نعمت کردید عذاب من دردناک است. مقصد هر نعمتی را که از من میبینید گوید شکر به سوی تو پروردگار. الله سفارش دارد که شکر گوید. از این خاطر سخن خدا ماندگی ما مثال آن هر چیزی که قولی که وجود داشته باشد اون را رد میسازیم. شاعر میگوید شکرگویی نعمتت افزون شود ور نگویی از کفت بیرون شود. برای من همیشه با شکر باشید. شکر خدا گویید، شکر تنی صحت گویید، شکر به سوی تو پروردگار که ما مسلمان هستیم، شکر به سوی تو ای خدایی که مسجدهای کشاده داری، شکر به سوی تو ای پروردگار که پند و نصیحت داری. شکر کنید. این هیچ جای گناهش نیست برادر عزیز. بعض بنده های خدا 5 وقت نماز را در مسجد میخوانند و نماز جمعه را نیز میخوانند، لیکن از مسجد بیرون میبرایند و در تنهایی رفته امام خود را غیبت میکنند. نماز این گونه بنده ها چی میشه؟ راست میگوید دادر عزیز، اینا هم در این بیماری هم در بسیاری بندگان خدا هست. از پس امام نماز میخواند بیرون مورد غیبت و تحقیر همان پیشوا قرار میگیرد. وقتی که مثال این گونه رشک داره، این گونه شک داره، این گونه شبهه داره، دشمنی داره، از پس او نماز نخوان که نماز نیست. نماز درست نمیشود. از پس شخص نماز خوان که با او اخلاص داری، با او محبت داری، او را دوست میداری و هر جا تو حمایه میکنی. افسوس خداوند در سوره حجرات اگر گوشی باشد که گوش باید بشنود این را، گفته حضرت صوفی اللیار. افسوس این گوش ها و گوش های میشنیدگی نیست. دروغ هم باور کنید. نمی سخن الحال در بین ما و شما هم غیبتچی ها زیادن. نمی گوزید گوشی تو گوشش میکند، لیکن افسوس خونی تو ویران شدگی است. گوش باید بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، در سر جاده عمل شیند. حضرت صوفی اللیار میگن افسوس که دیگر چشم های عبرتگیر و گوش های گوش میکردگی نمانده است. افسوس نیست. چند سال شد شما امر معروف گوش میکنید؟ چند سال شد؟ بغیر آن که موعظه هایی که در معرکه و دیگر میشود، فقط جمعتون حساب کنین، کی اصلاح میشید؟ کی از آن چیزی که خدا در سوره حجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. این الله سفارش دارد ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگانی که امروز ایمانی به خدا دارید، یکدیگرتون غیبت نکنید، یکدیگر تا غیبت نکن. خدا میگوید آیا دوست می‌داری این که گوشت برادر مسلمان تا در حالی که وی جان ندارد وی مردگی از گوشت وی خوری؟ فکرهتموه، نه تو نفرت داری، تو نمیخواهی. واتقوا الله، خدا میگه پس از خدا بترس، توبه به سوی خدا که خدا تو را میبخشد. الله سپارش دارد. غیبت نکن. غیبت کردن گوشت برادر مسلمان خوردن است. حبیب خدا را در یک حدیث خواندم میگوید که بدترین خانه همون خانه است که گوشت زیاد میخورند.
صحابه پرسیدن ای حبیب خدا این گوشخوری که ما داریم هر روز 2 کیلو و 3 کیلو میخوریم خیلی گوشخوری نبود؟ صحابه ترسیدن و شاید در ماهش یک بار یک تیکه گوشت میدیدند. گفتن حبیب خدا ما که در یک ماه یک بار میخوریم آیا ما نیز بدترین خانواده هستیم؟ گفت مراد از گوشت حیوان نیست بلکه آن خاندانی که پیوسته غیبت دارد این بدترین خانه به سوی خدا هست. اونا گوشت برادر مسلمان میخورند. در هر خانه ای که غیبت زیاد شد معنای این دارد که اون خانه چه هست؟ بدترین خانه به سوی پروردگار به حساب میره. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است. اگر تو خود عاقل گیری، خود آدم با عقل گیری، غیبت نکن. مکن غیبت اگر عقلت تمام است که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر با عیبی کس کجا پرداز آخر. اگر تو یک بار برادر عزیز پیش از آنی که امام تو ملا امام غیبت میکنی، پیش از آنی که تو رفیق دا غیبت میکنی، پیش از آنی که تو کسی را نباشد غیبت میکنی، اول یک عملهای خودت سنجیده بگیر، یک تاریخ حیات خودت ورق بزن. تو خودت کی هستی؟ خودت چقدر کم بودی ها داری؟ از این خاطر غیبت حرام است برادر عزیز و گرامی. یکی از دوستای خدا حکایت میکند که در صحبت یار و رفیقای خود نشسته بودم. یار و رفیقان من بسیار غیبت کردن، من پیش راه اونها را نگرفتم. ولی پیش راه غیبت چی را هم اگر نگیره ما نیز در غیبت شریک هستیم، ما نیز در گناه وی شریک هستیم. میگوید شب در خوابم یک مرد خیلی میگوید سیاه هیبت به سوی من امر کرد. پیش سینه‌اش میگوید پر از گوشت خوک بود. پیش من گذاشت و گفت این گوشت خوک را تناول کن. گفتم ای بنده خدا آخر گوشت خوک است، من مسلمانم، گوشت خوک خدا برای مسلمان ها حرام گفته است. گوشت برادر مسلمان که از این هزارها مراتبه دیده حرامتر است و یک خوردید، این چی است؟ این خورید گفته. مثلا روز شما اینقدر غیبت کردید، گوشت یک برادر مسلمان تا نخوردید، پس گوشت خوک در برابر این گوشت برادر مسلمان در حرام بودن چند مرتبه پستر است. این دوست خدا میگوید والله که میگوید وقتی از خواب بیدار شدم همون تیکه گوشت خوک در دهانم بود. میگوید دوستاش حکایت میکند که 40 روز دهان این دوست خدا میگوید بوی گوشت خوک میکرد. ما پروا نداریم، غیبت میکنیم، نمیترسیم. حرام کرده خدا در نزدیک میشویم. امام حسین هم خدا رحمت کند، نبیره حبیب خدا، وقتی آمدن خبرش دادن که امام حسین در فلان خاندان تو را غیبت کردن، امام حسین میگوید من که آدم فقیر بودم پیشی برو میگوید یک چند کیلو خرما را گرفتم و به خانه وی رفتم، در را تک تک کردم. گفتم وقتی برآمد مرا دید گفت ای دوست خدا، گفت یگان خدمت داری؟ گفتم شنیدم که امروز مرا غیبت کردی، از بس که مال زیاد ندارم قوتم به همین قدر خرما رسید، همین برای شما دادم در عوض همون حسنات هایی که خدا در من از جانب تو نویساند. مقصد چی قدری که یک آدم غیبت کردی همون مقدار حسنات تو را خدا میگیرد در نامه اعمال همون بیچاره که در غایب است درک ندارد، در نامه اعمال او حسنات می نویسد و گناه های او را گرفته در نامه اعمال شما می نویسد. بس کنید برادرای عزیز و گرامی، غیبت نکنید، غیبت حرام است. محمد چراغی دل اولیاست، امام رسول و خاتمی انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای زلالت محقر کند. ز مشرق به مغرب رسد آگهی، که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود هزاران سلام، ز ما بر محمد
علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت افتاد، این چگونه شخصیت است، این چگونه بنده است، این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیبی خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند. سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شدند این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید. پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیا کمثل رجل. مثالی من گفته است پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست. بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینة. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند. فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود. الا موضع لبینة، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیشت باقی هست. فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینه، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست مگر همین یک جای خالگی غیشت. اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینة جئت فختمت الانبیا. انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان. چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینیش تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردن تو نمیشد ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدن. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه
جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این باب حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است، من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت‌های مبارکه‌ای که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این خداوند می‌فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واقعه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف.
برادر عزیز، پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز، زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است. برادر عزیز، باز ایست. این نهی منکر هیچی وایمه ندارد. یگان دهشت نیست برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین این مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند. اینها نجات یافته هستند. با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند، ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید. اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین، خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشه. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امت من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امت من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امت من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امت من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امت من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امت من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که، در شهری که، در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روین، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که در جمهوری ما و شما می شود، همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است.
این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنن. این برکات او هست. برای امر معروف و نهی از منکر کردن، پیش از آنی که باز دیگر فضیلت‌های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیث سمرقندی که حضرت هم مفسرند هم محدثند میگوید کیها می توانند که امر معروف کنند؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارند؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن 5 وظیفه مهم است و ضرور است. اول، علم، لأن الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتند یکم عالم باشد، علم داشته باشد، زیرا اینکه آدم جاهل، آدم بی علم، آدم نادان امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایت در راه راست کردن، علم در کار، علم باشد. بی علم وقتی امر معروف میکند نهی از منکر میکند، وی برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او شیرین هم نمیبراید، برای وی علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز. پیغمبر چقدر مجبور میشدن، قسمی به خدا میخوردن، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتر سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی، این برای تو بهتر است. اشتر سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتر سرخ دیگر حیوان و اشیاء قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود، این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله. وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت، عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام دادن نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث. پیغمبر در دوام گفتن لکن 3 طایفه، 3 طریقه شخصان نامه اعمالشان کشاده هست، اگرچه در قبر خوابیده هست، خوابیدن. اینا کیا باشند؟ صدقه جاریه. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند، و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد، اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر چی هست؟ عملهای او منقطع نیست، گفت
نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. دویم رسول اکرم گفتند او ولد صالح یدعو له، دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزند عرق نوش نه، فرزند پولدار از خدا مغرور از خدا برگشتگی نه، فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به، عالمی که در دنیا علم داشته باشد از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. بین یکم علم، لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داود و ترمذی پیغمبر خدا حدیثی گفتند من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت باللجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، نه موعظه کرد، نه یک کس راهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. به سکوت کار پیش نمی رود، به خاموشی کار پیش نمی رود. دوم ابولیس یکم شرط امر معروف را گفتند که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتند حضرت که کردارش گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویم وظیفه واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد، فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای رازگی خدا باشد. این حالت در امر معروف او تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابولیس سمرقندی از اکرمه روایت می شود می آورد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد. کاری از برای خدا را بینین و کاری که از برای خدا نباشد نتیجهش نگاه کنید. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردند، از پیش یک محله گذر کردند، نگاه کردند که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لته ها در همون درخت بستگی و از همان درخت شفاعت طلب دارند، از همان درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لطبن میگوییم که بجوز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد. اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارهای لطبن دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشان کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین انشاءالله شما کامیاب میشوید. اونا بنده خدا هستند، از اونا شفاعت طلب کردن این شرک به خداست. شما همه گناهگار میشوید.
خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد. در معرکه‌ای که ما را با سبب سطر داشتنمان طعنه کردند و گفتند که مادام سطر میکنید به معرکه ما نآیید، زن سال خورده مرا طعنه کرد. با احترام خواهر ایمانی شما. دوم شخص عرق می نوشد و باز نماز می خواند، حکم وی در شریعت چی است؟ این سوال دومش معلوم است. کسی عرق می نوشد نماز می خواند، یعنی این مسخره کردن بر اسلام است، مسخره کردن بر مسلمان ها هست. بهتر و خوبترش همین است که اون بدبخت نماز نخواند. یعنی ببین خداوند در قرآن میگوید قد افلح المؤمنون، به تحقیق نجات یافت. سوره مؤمنون به تحقیق نجات یافت مؤمن ها، همه مؤمن ها نه. کدام مؤمن ها؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خاشع هستند. خاشع را مفسران میگه که نرم دل هست، ترس در وجودش هست. انا همان مؤمن ها در نزد خدا نجات یافتگی هستند. وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی نرم هست؟ وقتی وی عرق می نوشد کجا دل وی ترسان به سوی خداست؟ اگر وی از خدا می ترسید وی عرق نمی نوشید، زیرا خدا امر میکند شما عرق ننوشید. و این خواهری که از ما التماس کردند که در معرکه‌ای که با سطر می رویم برای ما زنهای سال خورده میگویند که در معرکه ما اشتراک نکنیم مادامی که شما سطر دارید. من این سوال بار جواب گفته بودم، خیلی جمعه پیش بود، لیکن باز میگویم که کلان سالی ندارد اعتباری، کلان عقلی بود مقبول باری. عطای فضل حق عقل است توفیق، به فرمان خداوندی موافق. کلانی خواهی رو معنی طلب کن، نه اینکه دل بریش و موی لب کن. که روح در ازل قالو بلا گفت، تنت در بستری شیطان چرا خفت. این مولوی میگد ای کمپیر بدبخت، ای خدا زده ای که این دختر تو حکم قرآن به جا آورده ایستاده است. این تو وقتی طعنه میکنی روح تو در عالم ارواح گفته بود. چی گفته بود؟ گفته بود خدا گفته بود که الستو بربکم، آیا شما نیستین ای مردم بندگان من؟ قالو بلا، تو گفته بودید بله من بنده تو هستم. امروز چی شد؟ میگد مولوی که تنت در بستری شیطان چرا خوف؟ چرا امروز تو پیرو شیطان شدی؟ اون وسواسی که اون کمپیرها و اون موی سفیدها و اون جوانهایی که برای دخترهای با سطر این گونه ملامت ها میکنن، این وسواس شیطان است که در وجود این کمپیرها جایگیر کرده است. تا جایی که دعا کنی در حقش که خوش به حالت دختر عزیز که این کار خیر انجام دادی و خودت از همین دخترت عبرت گیری، از همین خواهر عبرت گیری. این کلمات مانده، این راه مانده، تو طعنه میکنی. تو چی را طعنه میکنی؟ آیات قرآن، احادیث های پیغمبر خدا را طعنه میکنی؟ کسانی که به خدا قسم به حرمت همین قرآن مکرم و معظم، در همین قرآن سوره وجود دارد به نام نور که یک طایفه بنی تمیم میگفتند پیش پیغمبر خدا آمدند، پیش حضرت عایشه آمدند و در بدنشان لباسهای بی سترانه داشتند. عایشه صدیقه مادر مؤمنها زنها را شفاعت میکردگی، نه این کمپیری بدبخته، همان زنهای با ستر. عایشه چی گفتند؟ لم تؤمن امرأة بصورت نور من تلبس هذا. ایمان ندارد، گفت حضرت عایشه، همان زنی که این گونه لباس میپوشد آیا از سوره نور درک ندارد؟ آیا خدا در سوره نور چی خبر میدهد؟ میگوید باید که زنها با ستر باشند، زنها باید بالای سر رویمال داشته باشند، پیشهای بری بسته داشته باشند، پاچه های دراز داشته باشند، آستین های دراز داشته باشند. این حکم خداست. کسانی که با این سخنها پیرو میشن قسم به خدا آنها از شیطان دیده بدتر هستند. چون این نقل است اندر ساعت نور. لیکن من به این خواهرها چی میگویم؟ میگویم حضرت مولوی بسیار یک تسکین خوب دادن. گفتن محبان خورده صدسنگ ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. این دوستان خدا چی جفاها کشیدن.
این زنهای راه اسلام در حالت سطر داشتن، در حالت دعوای اسلامی، اونها به شهادت رسیدن، چه عذابها کشیدن. تو میگوید وقتی که با سطر میگردی تو به طعنه میمانی؟ نه، به طعنه نمیمانی. تو را اینها سنگ میزنند، تو را اینها ملامت میکنند. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. اگر کسی در راه خدا رفتار دارد، گفتار دارد و از هر طرف شیطان نوکارا شاگردهاش سنگ میزند. ز هر سو میجکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگوید این کمپیرها و این موی سفیدهایی که شما را این گونه طعنه میکنن، اینها سگان هستند که میجکن، لکن تو بجکیدن این سگها از راه نمان. تو سطر تا کردن بگیر. هرچند که گردن با حیا، آبی که بی سرپوشه هست بی شبهه کی نوشد ورا. زنهایی که اگر سطر ندارن مثل همون ظرفهای دا که آب میگیرن سرپوشه ندارن، مثل همون هستند. آبی بی سرپوشه وای مکروه است، وای دیگر نه طهارت میکنه نه خورده میتوانند. زنی که حیا ندارد، زنی که سطر ندارد، وای همچون یک زنی مکروه است، یک زنی بدبخت است. این امر خدا است، این ما پشانده نمیتوانیم. پیغمبر خدا میگوید المرأة عورتون، زن خودش عورت است. بین لعن الله الناظر والمنظور الیه، لعنت کند خداوند با آن مردهایی که به سوی این زنهای بی سطر نظر میکند، یا لعنت کند پیغمبر خدا گفت زنهای را که تمام مردم نگاهشان بالای خودشان حواله میکنند. این زنهای بی سطر را پیغمبر خدا گفتن لعنه الله، خدا لعنتشان کند. اینا در لعنت خدا گرفتار هستند. این سخن نه حاجی است نه شیخ است نه بافته. اینجا یک برادرم سوال کرده است که میگویند که همین سطر ما را طعنه میکنند که این سطر از ایرانیا هست، این سطر از افغان هاست. این نه از ایرانی است نه از افغان هاست، این نه ساخته ملا هست نه ایشان است نه شیخ است، این آیت قرآن است، این حدیث های پیغمبر خداست. قدرت نداری برای مهیا کردن خواهر و مادر رو طعنه نکن، بلکه افسوس بخور، بلکه پشیمان شو که چرا من قدرتی ندارم که زنی من با سطر گردد. پشیمان شو که چرا خواهری من بی سطر است. این ده پشیمان شو، طعنه نکن. طعنه میکنی خداوند انشاءالله زبان تو بریده میکند. انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. امین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، ما راستی بار بعد جمعه را گذرانیدن که برای شما وعده دادم که در اطراف 4-5 سوالی که نسبتی که امروز اکثر بنده های خدا به تجارت مشغولند، سوداگری دارند و معامله و طرز سودا باید چگونه باشد، این سودا چه برکتی دارد، پولی که از او به دست می آید چه فیضی دارد. من خواستم که این جمعه برای شما این را بیان کنم، ولی در دوام هفته که ما رو وعده کرده بودن که این هفته ما بیرون از کلا باید در یک مسجد دیگر جمعه می خواندیم و اون مردم هم بسیار سختگیری بد کردن. ما قبول کرده بودیم، ولی متاسفانه دیروز به بعض سبب‌هایی که باز پیدا شدن اونها گوییم که رفتن ما را اونجا روان ندیدن و گفتن که مقصد بعض سبب هاست، خدا خواهد باز یکون جمعه دیگر. به همین خاطر من اطراف این موضوع اونقدر نگاهی نداشتم، اونقدر کتاب بینی هم نکردم. زین خاطر این موضوع را دادرای عزیز خدا خواهد جمعه آینده من برای شما بیان میکنم، ولی این جمعه هم باشد اطراف همون سوال هایی که گویم دیگر عدد ندارد پیش من، خدا خواهد یک قسمت شما برای شما جواب میگویم. ولی جمعه آینده خدا خواهد اکو ما او رفتن جمعه اونجا را من کردیم تا 3-4 جمعه که تا موضوع ما تمام نکنیم. به این خاطر خدا خواهم من جمعه آینده برای شما اطراف اون بیان میکنم. سلام علیکم برادر اسلامی حاجی میرزا. من یک خواهر اسلامی شما 2 سوال دارم. یکم
موی چیندن روی زنان اجازت هست. من چند بار گفته بودم، فقط برای باریک کردن ابرو گفته بودیم که 4 گروه را پیامبر گرامی گفتن از رحمت خدا دورن. یکی از اونها زنهایی که ابروهای خدا باریک میکنن، ولی موی روی چیندن، موی لب چیندن، اینها گناه ندارن. من پدر و مادرم رو میگویم که شما نماز خوان و قرآن خوان شوید. اونها میگن که ما خوابمان دیدگیم که داخل جنت میشویم. با احترام خواهر اسلامی شما از فرخار، درست میگویم پدر و مادر شما که اگر خواب دیده باشن که داخل جنت شدن، اونم به خاطر تو خواهر عزیز میروند. تو که خواهر اسلامی، تو که خواهر خدا ترسی، تو که فرزند خوبی، خدا به خاطر فرزند خوب پدر و مادر جنت میبره. به این خاطر این یگان اونا خیلی عالمتر بودن، خیلی داناتر بودن. برای این پیامبر گرامی گفتن اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمل الا من 3: صدقه جاریه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ببینین حدیث دلالت بر همین میکنه که اگر انسان وقتی که از دنیا میگذرد نامه اعمالش خدا میپوشه. یعنی ما نامه اعمال داریم، هر روز نیکی ها و بدی های ما نویسنده می شود. وقتی که از دنیا گذشتیم نامه اعمال پوشیده می شود، مگر برای 3 گروه نامه اعمال پوشیده نمی شود. یکی از اونا کیست؟ صدقه جاریه می کردگی انسان. کسی مسجد می سازد، کسی مدرسه می سازد، کسی راه می سازد، کسی کوپروگ می سازد. ببینید کسی را زن می تید. صدقه جاریه ای که هستند، اگر شنده که صاحب اجرا کننده این صدقه در زیر خاکم باشد، نامه اعمالش خدا نمی پوشه، بلکه ثواب این عمل خیری او در نامه اعمالش رفتن میگیره تا روز قیامت. این خیلی بشارت بلندی است. خیلی بنده خدا داده که از پس او صدقه جاریه ماند. بسیار پولدارهای مردن، از اونا ذره آثار ماندگی نیست. پور باور کنید چندین پولدارهای را میدانیم که از پس پولداری اونها جنگ و جنجال ها بین خسر و خوشدامن و بین گویم دخترها و بین فرزندها شده، از اونها آثاری نمانده است. برای این از کسی این گونه نشانه میماند، این صدقه جاریه است. دوم، عالمی که از اون مردم نفع میبرند، فایده میبرند. این هم که اگر زیر خاک باشد، تا وقتی که مردم از علم او استفاده میبرند، ثوابش در نامه اعمال وی رفتن میگیرد. ثواب خودی او نه، چگونه وی ثواب میگیرد؟ همون زل ثواب خدا به همون انسانی که دلالت کرد، شما را فهمانید، داناند، به اونا میرود. سوم، اولد صالح یدعو له. اگر فرزند خوب از کسی باقی ماند، در نامه اعمال پدر و مادر هم ثواب برابر عملهای صالحی که فرزند اجرا میکند میرسد. به این خاطر خواهر عزیز، جنت در آمدن پدر و مادری تو خب یا رحمت الهی بالای پدر و مادری تو هم، چه از عبادت خودشان، چه از دختری خوب، دختری با ستر و با حجاب، دختری با عفت، دختری 5 وقت نماز میخواندگی که شما هستین، خدا با توفیل شما این مرحمت بالای پدر و مادرتان روا میبیند. و این خاطر درست گفتن یگان جای چیزی نداره. خب السلام علیکم. که داملا حاجی میرزا، به نام خداوند بخشنده مهربان. خب آیا بگوید که من دیوس هستم یا نه؟ من یک زن داشتم، از برای فرزند شده از پدر و مادرم و زنم مصلحت گرفته زن دویم گرفتم. زن دویمم خب سر لیچ و اداره نشین بود. من با او گپ زنان کردیم، او با من گفت که من دختر نیستم. من با او گفتم میلش من راضیم، لیکن با همراهی من بودن بر من خیانت نکن. او با من گفت که پدر من از زنداریت نفهمد، من با پدرت خودم همش رو میفهمانم. گپ های ما پخت و ما توی کردیم و در بین 3 سال 2 فرزند تولد شد. زندگی ما خوب بود. خب زنم به من گفت که من به کار میروم. من راضی شدم. با او گفتم که خودت را احتیاط کن که از پشتت یگان گپ نبراید. او گفت که مرا خدا زد است که من خوبی های کرده شما را از یادم برارم.
خب و یک چند قسم خورد و من میلش گفتم و باز میبینیم. از بین 1 سال گذشت. من بر روسیه به کار رفتم. از آنها خب از آنجا به خب امکانیتم سومم را روان میکردم. 8 ماه در آنجا بودم. وقتی که از روسیه برگشتم، یک زن همسایه گفت که زنت با یک مرد بیگانه میگردد. مرا باورم نآمد. زنم را گفتم که از پشتت گپ‌های زیاد است، اگر راست باشد من جوابش را میدهم، برآمده میروم. جوابت را میدهم، برآمده میروم. قسم به قرآن و به خدا خورد که مرا خدا زده است که شما را در چشمتان خاک زنم. این خوبی های شما را از یادم نمی رود و 2 فرزندم را هیچگاه صغیره نمی کنم. من باشم از قفای این زن پاییدم. خب آن مردی که با او میگشت او را دیدم. اونم با زن 3 طلاق خورد که ما یگان رفت و آمد با زن تو نداریم. بین عید رمضان و قربان بود که هر دو اونها را من یک جایه در زنا داشتم. من در شدم، خواستم که هر دویش را بکشم، لیک خدای کریم و رحیم به من صبر عطا کرد و من فکر کردم که از پشت 2 حرام شده مرا سود میکنند. احوال پدر و مادر پیرم چی میشود؟ بگوید که خدای کریم با 2 زناکار در قیامت چی جزا میدهد و بگوید که من با این قدر زندگی کرده‌ام دیوس شدم یا نه. در تاجیکستان ما مردان بسیارند که سیر زنهایشان را پنهان میکنند. از شما خواهش میکنم که این را در روز جمعه بگوید که من ثبت آواز شما را خریداری نمایم. با احترام، یک مخلص اشدی شما در پناه اسناد خدا باشید. نه برادر عزیز، شما دیوس نیستید، ولی ببینین شخصانی که خانه حلال دارن، برادرای عزیز و گرامی، خانه حلال دارن، وقتی با مردهای بیگانه این زنهای اونها رفت آمد میکند، اینها از دیوس شدن میترسن که اگر من در نکاح خود زنی داشته باشم که به غیر من با دیگر مردهای عشق ورزی کنن، یعنی من از جمله دیوس ها هستم که نماز و روزه من در پیش خدا قدری ندارد. ولی جای تأسف اینجا این است که همون شخصی که خانه همین آدم حرام میگرداند، او برای یک خانه را پاره کردن، یک خانه را از بین بردن، فرزندای او را موردی گویم عذاب و مشقت قرار دادن، خب بزم این قیامت و دوزخ این انسان تا چه اندازه وحشتناک بودن، چرا نمیترسند؟ چرا همین را فکر نمیکنند؟ ای انسانی به انصاف، برادرای عزیز، آخه شیطان دشمن آشکارای انسان است. شما شهوتاتون دارین. پیامبر گرامی گفتند اگر چند هر چی شهوتای شما طغیانگر باشد شما روزه گیرین، ولی به زنا دست نزنین. ولا تقربوا الزنا، خدا در قرآن ولا تزنوا نگفت.